همه چی خودشون دارن و هیچ آره تناقضی هم دیده نمیشه. دقیقا. نه بله نه آخه من چه فهم. تناقضی داره برای من فارس؟ چه تناقضی داره برای شو هر جور که بخوام زندگی بکنم؟ آره ولی آقا ببین من این چه بقیه زحمت بیارم برام؟ بقیه نروژیایی که مثلا در پایتخت یا همین شهر من یا جای زندگی میکنن از حقوق شهروندی برخوردارن، مثل همون بچه های سامیس، که ولی اون دقیقا. سامیسکا به اضافه این حقوق شهروندی از حقوق مستقل فدرال هم خود دقیقا، برخوردارن. یعنی بله. تفاوتشون همینه دقیقا. این تفاوته، ولی هرگز هیچ تضادی با یک ملت بودن نداره. ما ملت سوئدیم ولی اینجوری زندگی میکنیم. ما در اون گوشه خودمون اینجوری زندگی میکنیم، استقلالیا اونجوری زندگی میکنن. هیچ تفاوتی نه. آخه به من بلوچ چه ربطی داره اصفهانی چجوری زندگی میکنه؟ یا اصفهانی چه ربطی داره که بگه من چگونه زندگی میکنم؟ ما همه ملت یک کشوریم. ما اونجوری زندگی میکنیم، شما اونجوری زندگی میکنید، ولی قوانین کشور. عزیز جان، شما آخرین نسل یک بلوچین در سوئد. بچه های شما دیگه سوئدی، از حقوق سوئد برخوردار نیست. راست میگه این دیگه. من اعتراف میکنم به این مسئله. سیاوش جان، میخوای صحبت کنی؟ سیاوش عزیز قربونت برم. بفرمایید. سلام میکنم به همتون. خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار من میذارید. ببینید، من فکر میکنم من که تو اشعارم این آرزو رو کردم. تو اشعارم این آرزو هست. صدا قطع شده، آقای سیاوش داره صحبت میکنه. سیاوش جان بفرما. سیاوش جان بفرما. معذرت ببخشید. معذرت میخوام. ببینید، من فکر میکنم که همه ما یه هدفی رو داریم، و که اون رسیدن به دموکراسیه. وقتی داریم راجع به دموکراسی صحبت میکنیم، دموکراسی چند تا اصل داره که نادیده گرفتن این اصول کار رو برامون پردرد سرتر میکنه. یکی از این اصول دموکراسی اوپن مایند بودنه، یا اصطلاحاً نسبت گشودگی در مواجهه با تجربیات جدیده. وقتی که ما مرزهای فرهنگی رو پررنگش میکنیم، وقتی که ما داریم تفاوت‌ها رو خیلی جدی تعریفش میکنیم، اون هم در قرن 21، قرنی که در حقیقت بهش میگن بزرگراه‌های اطلاعاتی و تعامل و تبادل اطلاعات به سرعتی در اتفاق میفته، که اصلا دیگه اینکه من در کدام نقطه از جغرافیا قرار گرفتم و من چه آیینی رو دارم و چه فرهنگی رو از نیاکانم به هم رسیده، هرچی که من بخوام روی اون موقعیت خودم اصرار و پافشاری بیشتری بکنم، خودم و اون جامعه رو دچار انسداد فرهنگی بیشتری میکنم و تعاملش رو با دنیایی که در توش زندگی میکنه دارم قطعش میکنم. انگار که موجود زنده رو شریانهاشو شما دارید قطع میکنید. و من فکر میکنم این که من بیام بگم مثلا بلوچ اینجوری فکر میکنه، لور اینجوری فکر میکنه، کرد اینجوری فکر میکنه، این فقط و فقط کشیدن یک دیوار جدی دور خودمونه، که اولین اصل دموکراسی یعنی اوپننس بودن و گشودگی نسبت به تجربیات جهانی رو دارم از خودم میگیرمش. این اصل اول دموکراسیه. به خاطر همینه که در دموکراسی گفته میشه که تساهل و مدارا و پلورالیسم، یعنی پذیرش این همه تکثر، این همه گوناگونی، این همه ظرفیت هایی که از جوانب مختلف ممکنه ذهن من رو بمبارون بکنه. من باید باز باشم، نباید ذهنم رو ببندم. هرچی من ذهنم رو ببندم و مثلا بیام بگم این زبان اینجوریه و این رقص اینجوریه و این لباس اینجوریه و مو هم درزش نمیره و آقا ما میخوایم فقط اینها رو داشته باشیم، این به نظر من یک برکه ساختن از یک دریای خروشانه. یه برکه رو داری شما میسازید و این برکه دیر یا زود کارش کشیده میشه به رادیکالیسم، کارش کشیده میشه به تندروی،
کارش کشیده میشه به تعصبات بیخود و به آدرز یا دیگری رو هی جدیتر تعریف کردن. شما الان میدونید در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم مرزهای حتی جنسیتی هم داره یواش یواش کمرنگ میشه. میگن خانواده سالم خانواده‌ایه که مردش خیلی مرد نیست، زنش خیلی زن نیست. حتی راجع به این دارن میگن ها. واسه این نگاه دوالیستی، این نگاه تفاوت ها رو انقدر بهش رنگ تعلق پاشیدن، اصل اول دموکراسی رو خدشه‌دار میکنه. اصل دوم دموکراسی که داوود عزیز راجبش پرسید تحت عنوان شهروندی، این شهروندی اصل دوم دموکراسیه. یعنی چی؟ یعنی تعیین حاکمیت توسط مردم، نه توسط اولیگارش سیاسی. این اصل دوم دموکراسیه. یعنی هر فردی این حق رو داره که خودش سرنوشت خودش رو تعیین بکنه، بگه که چی میخوام و باید ما به اون احترام بذاریم، ولو اگر در اقلیت باشه، ولو اگر در یک تعداد بسیار کمی باشه. اصل سوم دموکراسی تهدید قدرته. تهدید قدرت منظورم با جیمیه. تهدید اینجا از محدود کردن میاد، یعنی از اینکه بخوایم قدرت رو در یک نهاد، در یک جریان، در یک فرد، در یک فرهنگ متمرکزش کنیم. اگر میخوایم به دموکراسی برسیم باید اتفاقا اجتناب بکنیم. ما باید این قدرت رو بپذیریم که فقط در دست یک جریان نباید باشه. قدرت باید توزیع شه و به خاطر همینه که اون نهاد مهم در دموکراسی زاییده شد، هرچند که متاسفانه با مشکلات جدی همراه شد. منظورم قوه قضاییه و مجریه و مقننه است که در حقیقت توزیع قدرت در نهادهای جمهوری و سیستم های حکومتی جمهوری خیلی بهش بها میدن. میگن که نباید محل تصمیم گیری فقط یک فرد باشه، یک جریان باشه. این میتونه به فساد کشیده بشه و به خاطر اینه که میگن که قدرت فساد میاره، قدرت مطلق هم فساد مطلق میاره. و اصل چهارمش که اصل نمایندگیه که حالا من در یه فرصت دیگه حتما بیشتر راجبش اگر لزومی باشه صحبت میکنم. ولی خواهشم اینه که ما وقتی داریم الان صحبت میکنیم هم مدام سعی کنیم گشودگی رو هم تمرین بکنیم. این گشودگی یعنی آغوش باز به طرف خیلی خیلی جذب من کسانی که خیلی باید بیان. من مرسی. خیلی ممنون علیرضا جان، علیرضا جان، بذار من یه جمله بگم به سیاوش جان. بذار من یه سیاوش جان، جمله اون چرا که تو گفتی، سیاوش جان، اون چرا که تو گفتی ما 100% باش موافقیم. 100% این روم باش موافقه. ولی ما به این میگیم دموکراسی منطقه‌ای. اگر شما دموکراسی رو منطقه‌ای بکنید 100% اون چرا که شما گفتید درسته. و این و دموکراسی منطقه‌ای رو بهش میگن فدرالیسم. همون چیزی که در آلمان داره انجام میدن، در امریکا داره انجام میدن، در سوئیس داره انجام میدن، در بلژیک داره انجام میدن، در تقریبا نصف بیشتر جمعیت کره زمین، در بیشتر کشورهای بزرگترین که 10 کشورهای بزرگ جهان داره انجام میگیره. بهش میگن دموکراسی منطقه‌ای یا فدرالیسم. درسته؟ درود بر شما. بفرمایید علیرضا جان. خیلی ممنون سیاوش جان. ما حرف شما را قبول می‌کنیم. این گشادگی که گفتید یک کمی هم این گشادگی از بچه های به قول معروف شهرهای مرکزی باشه نسبت به حق و حقوق اون اقلیت هایی که در حاشیه هستن، اقلیت هایی که 5 میلیونی هن. یه زبان دارن، یه دین دارن، یه سنت دارن، یه آداب دارن، یه دوچار فقر هم هستن بعضیاشون. این گشادگی از این طرف بشه خیلی خوبه، خیلی عالیه. با شما موافقم. دموکراسی یعنی گشادگی، یعنی باز شدن، مدارا کردن، تصور کردن. نمیشه که همش مدارا از یه طرف باشه. میدونی سیاوش چند الان 400 500 سال کردا تو ایران حق ندارن رئیس جمهور بشن. اون رئیس جمهور این کشور باید شیعه اثناعشری 12 امامی باشه.
زنا هم حق ندارن رئیس جمهور بشن. اون باید مرد بشه، نه پادشاه نه 500 سال. خب اگه نصیحتی هست باید به اینا بگیم آقا یکم گوشادگی داشته باشین، یکم شما رحم بکنیم بابا دیگه، چقدر اینو تنگ کردیم. کرد به عنوان انسان درجه دو تو ایرانه، سربازی باید بره ها، کشته باید بشه، ولی ایشون نمیتونه بشه. من یادم میاد یه روزی به بابام گفتم من آرزو دارم شاه بشم، گفت بچه خفه شو. گفتم چرا؟ گفت تو این کشور ما حق نداریم شاه بشیم. گفتم یعنی چی؟ خب میخوام رئیس دادگستری کل کشور بشه، گفت اونم حق نداریم. گفتم میخوام میخوام پارلمان بشه، گفت اونم حق نداریم. گفتم چرا؟ آخه دین ما فهم. این گشادگی رو شما از اون ملت محبوب شهرهای مرکزی دیگه بخواید، از مولاهای جانور و شاهزادگان به قول معروف تنگ نظر، رؤسای جمهوری طلب سازمان ها بخواید که آقا یکمی گشادگی کنین دیگه، بس دیگه. خفه شدن اون اقلیت های بهایی و دیگران. از اونا علیرضا بخواید، عزیزم، از ما نخواید. چون اتفاقا ما علیرضا من میخوام که از همین جا اتفاقا از خودمون بخوایم. سنگ چرا از بزرگ من علامت بخواید؟ نزدنه. ببینید، چرا؟ عذر ببین میخوام. سیاوش چرا از من بخوای؟ من نمیتونم رئیس جمهور بشم. از من علیرضا چرا جون، میخوای؟ اجازه بده. ببین ما حقوق الان من اینجا خوردی. یه محفل کوچیکی ما اینجا درست کردیم برای آره. خودمون. آه. چقدر این محفل میتونه پذیرای دیگری باشه. ببین سیاوش من با حرفای تو موافقم، گفتم کاملا موافقم. و تمام خواهش من از تمام مردم شریف ایران اینه که آقا این قانون اساسی قضایی مشروطیت به جمهوری اسلامی رو پاره کنید بندازید دور، از کشتار جوانان دست بکشید. ما یا به قول پرویز ناطق خانلری، شما من کارم ادبیات بوده، دبیر ادبی بودم. پرویز ناطق خانلری میگه ایران 11 تا زبان داره، 44 تا لهجه. این رعایت کنید این زبان ها رو، حقوق ملت بدید. اخلاق ملیت ها داریم دیگه، 11 تا زبان داریم. واسه تو جامعه بین الملل همه کشورها رو پذیرفتن، بعد گفتن آقا ما خلقها رو نپذیرفتیم. بعضی خلقها هستن بعضی از کشورها نمایندگی نداشتن، اومدن برای اونها هم نمایندگی درست کردن تو سازمان ملل. بعد بعضی از کشورها قانون حقوق مشروع جانی حقوق بشر آوردن تو قانون اساسی. ما این کارو نکردیم. زیاد صحبت کردم، ساعت 2 و 3 دقیقه دیگه من به قول معروف باید برم بخوابم. یعنی اگه نخوام صبح نمیتونم دیگه بلند شم. ولی خوشبختانه با مثل چیز برقم، خامون سرمو بذارم میخوام، مثلا آسودگی کامل. فقط کافیه سویچ تو بزنم رفتی. آره دقیقا، همین سرمو میذارم به 2 دقیقه منم همینه نمیکشم. میگم. ولی ببخشید من میکروفون باز کردم، معمولا این کار نمیکنم. حالا این رسومم رفت. من فکر میکنم که حفظ فرهنگ‌ها، حفظ زبان، حفظ حقوق شهروندی یا حقوق فدرالیسم هیچ منافاتی با شرایط دموکراتیک نداره، چون که فدرالیسم اتفاقا در کشورهای دموکراتیک شکل گرفته، در اونجا بیشتر شکل میگیره، انجام میده. چرا ما با عنوان دموکراسی میخوایم بحثی که در کشورهای فدرالی انجام میگیره و بسیار هم شرایط دموکراتیک تر از جاهای دیگه هست، میخوایم اینو خونسا بکنیم؟ آیا مثلا فرض بکن دموکراسی تناقضی داره به مسئله فدرال؟ اگر اینجوری هست چرا در آلمان، چرا در کشورهایی که آقای زم گفت انجام میگیره؟ این ایجاد یک تناقضیه که در واقع میخواد به نظر من صورت مسئله قرار بکنه. چرا تعریف ما از دموکراسی به مفهوم هم نقطه مقابل فدرالیسمه، ولی تعریف یک دموکرات در آلمان یا در مثلا فرض بکن آمریکا یا کانادا یا جای دیگه تعریفش این نیست و معتقده که اتفاقا عین این شرایط دموکراتیک و دموکراسی هست. من این سوالی جدیه برام. به هر حال من وقت دوستان نمیگیرم. خوشحال شدم شب با دوستان بودم. امیدوارم که سالم و خوب باشید. مرسی. خب خسته نباشین. سلام جناب علیرضا، قبل از این که تشریف ببرید اول سلام به همتون.
این مسئله که کردستان محرومه یه مقدار ما رو به اشتباه میندازه، چون در قوانینی که وجود داره ولایت فقیه و مسائل اسلامی عرب و کرد و لر و بلوچ شیرازی نداره. در حقیقت در اصل چهارم میگه کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. تشخیص این امر با شورای نگهبان است. خب حالا میتونه یه شیرازی حتی مسلمونه همون 12 امامی و غیره هم باشه انتخابم بشه، ولی شورای نگهبان مثل همه موارد اگر مورد تایید در اون چارچوب ولایتی نباشه حذفش میکنه. هیچ گونه انگی هم که این کمونیست، این مجاهد، این ارمنی، این بهایی هم ندارن بهش بزنن. یعنی واقعا هم خب یه مسلمونه از وسط شهرم اومده، دور مرزم زندگی نکرده، ولی مورد تایید قرار نمیگیره. میگه تشخیص این امر با شورای نگهبانه. این یعنی در حقیقت ضدیت به قوه قضاییه. این ولایت فقیه ضدیتی داره با همون سه قوه که در حقیقت مسئله حقوقی درش مرجع است. میگه بر طبق اصل 91 شورای نگهبان که با ترکیب زیر میشه 6 نفر از فقها، انتخاب این عده با مقام رهبری است. یعنی شما نگاه کنید به چارت سه، در حقیقت از چارت این سازمانی که میخواد از شخص مقام رهبری به پایین و بعد به شورا و بعد به انتخاب میرسه قاعدتا مشخصه. یعنی محرومیت انتخاب انسانهای غیر امتی این نیست که فقط بلوچ باشه، لباسش اونجوری باشه یا سنی باشه. خب عرب خوزستان هستن، لورها هستن، ارامنه هستن، بهایی ها هستن و خیلی از ایرانی هایی که در حقیقت در اصفهان، در شیراز، در یزد به دنیا میان ولی مورد تایید قضیه قرار نمیگیرن. علت چیه؟ علت نداشتن قانون اساسی است که بر اساس منافع مردم در روابط با دولت، نسبت به روابط مردم با حیوانات، نسبت به روابط مردم با مردم انجام بشه. زن با شوهر، شما ببینید طبق چه قوانینی مطرح میشه. یعنی روابطی که بین زن و مرد تعریف شده در قانون حقوقی خانواده، اصلا زن انسان نیست. به قول همون آخوندی که اخیراً رو منبر از اون شیخ مصری تایید کرد، گفت زنها حیوانی هستند که به خاطری که ما نترسیم به این شکل هستن. توی قانون هم شما نگاه کنید، یعنی توی قانون اون جامعه حضانت رو نگاه کنید، چند همسری، کودک همسری، تمکینش یعنی فرمان رواییش از مرد که اینها دیگه در حقیقت برش سوره و آیه دارن دیگه، نه؟ و نداشتن حق رأی. اگر کسی حق رأی نداشته باشه انسانه، یعنی تو حق رأی نداشته باشی. این بدترین به اصطلاح مسئله که یه انسان میتونه در سرنوشت خودش معلق باشه و به دست کسی دیگه داشته باشه. پس ما وقتی که نگاه میکنیم به این مسائل میبینیم مشکل جامعه ما از هزار و چقدر دوره قاجار و رضاشاه هم همین اصل توی شورای اسلامی توی قانونش دو اصل نوری گذاشته بود که 5 مجتهد یا 5 روحانی در مسائل در مجلس و غیره شرکت کنند و اینها رو اصلاح کنند. از همون زمان ما این مسئله رو داریم. یعنی مشکل ما خیلی بالاتر از اینی که تو کردی، تو سنی هستی، تو فلان هستی. یعنی در حقیقت حقنه‌ای که
این قانون غیر اساسی، یعنی الحاقیه هایی که به قانون بسته شده، به قانون بلژیک دیگه. ما قانون اساسیمون فکر کنم ترجمه قانون بلژیک است و بخشی از فرانسه 1926 رو چه میدونم غیره نوشته شده. و خب اینا قانون اساسی روی زمین هستن، بسیارم انسانی هستن تا اونجایی که سعی شده تعریف بشه. حالا کامل نیستن ولی به هر حال، ولی وقتی که شما مسائل غیر از قانون اساسی یا مدنیت که ربطی به امروز جامعه نداره و حقوق نداره درش میگنجونی و درش میذاری و دادگاه و مسائل رو اینجوری انجام میدی تو انتخابات و غیره، قاعدتا این محرومیت وجود داره. و الان من اینجا همطور از تا حالا دارم میخونم برای بار چندمه، ولی هر دفعه میخونم بیشتر اذیت میشم و بیشتر میفهمم که ما در چی گیر کردیم. یعنی اگر نزنیم به اون نقطه‌ای که باید بزنیم اتلاف وقت میدیم. یعنی این مسائله. بعد یه نکتم در مورد این مسئله فدرالیسم رو که مطرح می کردیم خواستم پیشنهاد کنم آقای عزیز، ما این رو یکی دو بار خوندیم، خیلی متفرق حقم داریم، انسان ها مختلف الفکرن، به هر حال مسائل فیزیکی ما برای یادگیری برای هر چیزی مختلفه، همطور که فیزیک، شیمی، ریاضی، نمره، ادبیات، چه میدونم همه چیمون اختلاف داره. بیام یه بار دیگه از این دو کتاب فدرالیسم که تعریف‌های کارشناسی داره و متخصصین داره این رو بحث کنیم، بخونیم از روی کتاب. مثلا این مسئله حقوق شهروندی در حقیقت این حقوق ایالت هاست، بالاتر از حقوق شهروندیه که در یک نتیجه گیری اینجا داره فدرالیسم رو در حقیقت مطرح میکنه. رابرت لنگلی که نویسنده 3 کتاب هست در مورد فدرالیسم و یک کتابی هم نوشته شده در مخالفت با فدرالیسم که چرا باید مخالفت کرد در نظام برجوازی، که مسائلی رو برای خودش مطرح میکنه. و من فکر کنم اه، به جای یک مقدار مثلا اون آقای، من عصر تو ماشین بودم میمدم که میگفت ما فدرالیست رو میخوام در و نه با اسم ایران یا درکن، اون میشه به هر حال جدایی، حق طبیعیش هم هست، چرا بحث داریم ما. حالا شما نمیتونید به اون آدم کار کنید، نمیتونید، ولی یه کسی خواهان جداییه، چند تاش توی اتاق مرتب میاد، اینجا زیاد روشون نمیاد بگه، ولی تو اتاقای دیگه هستن دقیقا میگن خواهان استقلالشون هستن، خواهان جدا شدن از ایرانشون هستن و هم زبان و هم منطقه و هم کلمه ایران رو ننگ خودشون میدونن. خب اینم حق طبیعیشونه، سرنوشتشونه، بخوان برن جدا بشن. و این آقا خیلی اینجا صحبت میکرد تا اونجایی که من یادمه، ولی فدرالیسم معنیش جدایی نیست. شما میتونی این لغت رو در کنارش بذاری، آمدانه یا صحبه، ولی در هیچ گونه به اصطلاح دیکشنری شما نمیتونی پیدا کنی که فدرالیشن که همون دموکراسی منطقی است، یعنی در حقیقت شما بگه پشت اینم جداییه، مثل تعریف کاردی است که پشت شما کشتن بذاری یا قاتل بودن رو بذاری. به هر حال این مسئله اینه که من فکر کنم اه، حالا این بچه‌ای که اینجا هستن عمدتاً هم اطلاعات دارن، خب بیان از روی به اصطلاح مثل هر چیز دیگه علمی، مثل فیزیک، مثل شیمی که نمیتونیم از خودمون زیاد از درون چارچوب بیان بیرون، بیان فدرالیست چی هست اصلا، نحوه عملکردش رو نگاه کنیم در آمریکا، در انگلیس، در هند، تمام اینا داره، تفاوت‌هاش چیه. بعد این رو بیام به ایران،
که آیا کارشناسانی که در ایران هستن فدرالیسم و تقسیم بندی فدرالیسم رو استانی میدونم به قول اون جنبش مشروطه ایالتی ولایتی هست، زبانی هست، غیره هست، این رو از روی کتاب 1 ساعت نیم ساعت بخونیم و بحثمون رو بذاریم روی تقریبا نوشته هایی که کارشناسی هست روش کار کردن. به هر حال ممنون ازتون، ببخشید. من یه عرض دارم عزیز جان. این دوست ما علیرضا فرمودن که در 500 سال گذشته به هیچ کردی نتونسته رئیس جمهور بشه. داغ دل منو تازه کردی علیرضا جان، برای که به 500 600 سال گذشته که نگاه کنیم این پارسا هم خیلی بدبختی کشیدن ها. کردا، فارسا، بلوچا، برای که بیشتر پادشاه ایرانی ترک زبان بودن، مثل صفویه، افشاریه، نمیدونم غزنویان، تیموریان، خوارزمشاهیان، سلجوقیان. پس داغ دل منو تازه کردی. پارسا هم خیلی بدبخت کشیدن. تازه خود مادر محمد رضا شاه هم دختر یک افسر قزاق مهاجر قفقازی باکو بود. پس با این حساب مثل که فارسا، من خودم مادر از نظر مادری ترک زبانم، مثل که فارسا خیلی بدبختی کشیدن ها، همچین کمتر از کردا نکشیدن. بله، خود زبان مادری محمد رضا شاه ترکی بود. اسم به نام تاج الملوک آیرملو، دختر یک افسر قزاق مهاجر باکویی بود. بیچاره فارسا چقدر کشیدن، کمتر از کردا نکشیدن، اینم باید دقت کنیم. فقط گفتم که تنها بدبختی فارسا میدونین چیه بچه دوستان؟ همین پایتخت ایران تهران یک شهر فارس زبانه که اونم توسط یک پادشاه ترک زبان به نام آقا محمد خان قاجار انتخاب شده. هرچی ندارم علی جان، من و تو با هم جفتمون از نظر فارسی یا کردی جفتمون تقریبا از نظر ناراحتی ها و قدرت هایی که نمیتونیم داشته باشیم هم دردیم گرامی. ارزی نداره. بله بفهمی آقای معین، خوش اومدید. شبتون بخیر آقا رضا، شبتون بخیر. معین جان میخوای صحبت کنی؟ خب آقا رضا صدای من هست؟ صدای من هست؟ بله بله، بسیار عالی. من من خوش چطور اومدید. اومدم من چطور اومدم بالا؟ من خواب بودم. ما قلاب میندازیم، اینجوری نیستش که. به هر حال تو سلام عرض میکنم توطئه خدمت بزرگی در راهه. بله. اه، سلام عرض میکنم خدمت همگی. به به، آیا حقوق شهروندی نیروهای باورمند به فدرالیسم را قانع میکند؟ نه، طبیعتا نباید قانع بکنه. چون حقوق شهروندی با حقوق جمعی تفاوت‌های زیادی داره. اه، حقوق شهروندی یعنی حقوق فرد، یعنی آزادی و برابری فردی در برابر دولت. اما حقوق جمعی در کشورهای کثیرالمله‌ای مثل ایران یعنی حق هویت، حق داشتن و تقویت زبان مادری، حق سرزمین و خودگردانی سیاسی. اینها حقوق جمعی هستند و با حقوق شهروندی به اصطلاح تأمین نمیشند. به همین دلیل
نباید کسی راضی بشه با حقوق شهروندی. اگر ایران یک کشور یک پارچیمی بود، با یک زبان، با یک فرهنگ، با یک ملت، اون موقع حقوق شهروندی کافی بود. اما ایران تشکیل شده از ملت های متفاوت و هیچ کدوم از این ملت ها هم اکثریت نیستند به تنهایی، با هویت های متفاوت، با زبان های متفاوت، با سرزمین های تاریخی هر کدومشون جدا، هویت های تقریبا جدا، هرچند که در طول این 100 سال حاکمیت شاه و شیخ سعی کردند این هویت ها رو از بین ببرند و ادغام بکنن در یک هویت که نتونستن طبیعتا. به همین دلیلی که حقوق شهروندی جواب نمیده در همچین جامعه. باید حقوق جمعی به رسمیت شناخته بشه، اگر چنانچه به اصطلاح دموکراتیک ایجاد بشه بعد از جمهوری اسلامی. اگر نه خب میشه با همین دیکتاتوری، مرکزگرایی، به زور اسلحه این ملت ها رو نگه داشت و حقوقشون رو سلب کرد. خب این به نفع هیچ کدوم از ملت ها نیست، به نفع حتی ملت فارس هم نیست، چون بخش عمده از ملت فارس هم خواهان آزادیه، خواهان دموکراسیه و به هر حال همون حقوق شهروندی هم در این دیکتاتوری ها به رسمیت شناخته نمیشه. حقوق شهروندی تمامی ملت ها جمله ملت فارس. به همین دلیل که باید هر دو حقوق به رسمیت شناخته بشه. سیستمی باید ایجاد بشه که هر دو حقوق رو، چه شهروندی یعنی فردی و چه جمعی رو به رسمیت بشناسه و در قانون اساسی درج بشه و عملا هم پیاده بشه. در غیر این صورت خب ایران به هر حال به یک دموکراسی نخواهد رسید. حقوق شهروندی یعنی citizen rights به انگلیسی بهش میگن، حقوقی است که به فرد تعلق داره بدون اینکه به ملیت، قومیت، زبان، دین، جنسیت یا منطقه وابسته بشه یا در نظر گرفته بشه. در همه جای دنیا محورش هم فرده، نه ملته، نه یک جمعه، نه یک هویته. حقوق شهروندی میشه حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی اجتماعی، مثل حقوق مدنی مثل حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی دین و عقیده، به نظر من آزادی تجمع و تشکل، حق حریم خصوصی، معنی شکنجه، تبعیض، تبعید، حق دسترسی به دادگستری دادرسی عادلانه. روش سیاسیش همون حق رأی دادن در یک سیستم دموکراتیک، حق انتخاب شدن، حق اینکه طرف بتونه در حزب تشکیل بده،
عضو بشه بدون اینکه تحت پیگرد قرار بگیره، مثل الان بتونه نظارت بکنه بر دولت از طریق نمایندگانش، از طریق مطبوعاتش، مطبوعات آزاد یا مستقیم، آزادی فعالیت سیاسی فردی داشته باشه، حق کار داشته باشه، حق آموزش، بهداشت، مسکن و از این قبیل. حقوق جمعی خب طبیعتا همونطوری که گفتم به انگلیسی بهش میگن collective national rights یا collective rights of people. حقی که به یک ملت، قوم، زبان یا جامعه فرهنگی به عنوان یک واحد جمعی تعلق داره، نه به فرد. معمولا این حقوق در جامعه چند ملیتی multinational states مطرح میشه، مثل ایران، مثل پاکستان، مثل عراق، که شامل حال حقوق زبانی فرهنگی جمعی، حقوق سیاسی سرزمینی، حق تعیین سرنوشت، حق شناسایی، اه، یعنی حق آموزش به زبان مادری، حق اداره فرهنگی مستقل، اینکه رسانه داشته باشه به زبان خودش، آموزش و تولید دانش به زبان ملت خودش، حق حفظ، توسعه و رسمی سازی زبان مادری ملیش داشته باشه. از نظر سیاسی سرزمینی حق خودگردانی داشته باشه، حداقل اگر حق جدایی مثلا نداشته باشه، حق فدرالیسم یا پارلمان منطقی داشته باشه، بتونه یک قانونگذاری بومی داشته باشه، مدیریت بتونه بکنه منابع طبیعی خودش در اون چارچوب اقلیم خودش، و همچنین بتونه در ساختار سیاسی دولت مرکزی مشارکت بکنه. مرزهای اداری بر واقعیت ملی تاریخی زبانی خودش رو داشته باشه، این به رسمیت شناخته بشه. حق تعیین سرنوشت در دو سطح، یکی داخلی یعنی خودگردانی فدرالیسم، کنفدرالیسم و حکومت محلی یا اقلیمی. یکی هم حق تعیین سرنوشت یعنی خارجی، در شرایطی که مورد ستم سیستماتیک قرار بگیره یک ملت از طرف ملتی دیگر در یک چارچوب سیاسی یک کشور و این تداوم داشته باشه، اون موقع طبق قوانین بین المللی این ملت حق جدایی و تشکیل دولت مستقل خودش رو داره، طبق مشهور ملل متحد. حق شناسایی شامل حال شناسایی ملت ها، ملت، قوم ها در قانون اساسی، همونطوری که حتی در همین قانون اساسی افغانستان که ایرانی هم بهش میگن عقب مانده است، ولی اونجا ملت ها ذکر شدن، شناسایی شدند و به رسمیت شناخته شدن در قانون اساسیش، نه به عنوان قوم بلکه به عنوان ملت. حق شناسایی شامل حال حفاظت هویت جمعیه، یعنی من بلوچ بتونم هویت خودم رو تعریف بکنم. حق احترام به تاریخ داشته باشم، یعنی من بتونم در مورد میرکمبر در یا مبارزات حمل با پرتغالی ها در کتاب های درسی بخونم. یعنی مشاهیر تاریخی بلوچ هم
در کنار مشاهیر تاریخی ملت های دیگر در این چارچوب باید تدریس بشه، نه فقط مشاهیر یک ملت. بنابراین حقوق شهروندی و حقوق ملی جمعی تفاوت‌های زیادی دارند. در یک جامعه چند ملیتی مولتینشنال این هر دو حقوق باید به رسمیت شناخته بشند. در غیر این صورت دو راه است. یکی اینکه تداوم مرکزگرایی با زور سرنیزه و این ملت ها رو در یک چارچوب نگه داشتن. دومی رسیدن به دموکراسی و به رسمیت شناختن این حقوق، هر دو، چه فردی چه جمعی. ولا راه به جایی پیش نخواهیم برد. ممنون از فرصتی که من دادید و خواهش میکنم. دوستان دیگه اگر میخواین صحبت میکنیم بفرم. درود و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و آقایی که صدای من میشنن. درس های خوبی شکل گرفت توی این اتاق و میشه ادامه داد. در نبود دموکراسی فدرالیسم همیشه توی وضعیت تعلیقی باقی میمونه، شبیه بعضیه که یه بتون ریخته میشه. فدرالیسم فقط زمانی جون میگیره که دو شرط اساسی برقرار داشته: برابری حقوقی و آزادی سیاسی. وقتی این دو بخش، این دو شرط وجود نداشته باشد، مثل جمهوری اسلامی، هر بحثی درباره فدرالیسم تبدیل میشه به شعار بی پشتوانه یا که تو لحظه نخستش سرکوب میشه. خب در جمهوری اسلامی نه فقط دموکراسی وجود نداره، بلکه قانون اساسی اونم به گونه طراحی شده که هر نوع تقسیم قدرت حتی در حد مدیریت محلی تهدیدی علیه اقتدار مرکزی تلقی میشه. خب نظامی که مسئولیت خودش از ولایت فقیه و برتری مذهبی میگیره، از اساس نمیتونه پذیرای توزیع قدرت باشه. همین نبود دموکراسی باعث میشه فدرالیسم که بر اساس مشارکت برابر و حق تصمیم گیری مردم توی مناطق مختلف شکل میگیره، عملا غیر قابل اجرا میمونه. با با این حال این به این معنا نیست که فدرالیسم در آینده ایران غیر ممکنه. درست برعکس، من فکر می‌کنم تجربه تاریخی ایران نشون میده که نبود دموکراسی به طور مدام تنوع زبانی، فرهنگی و منطقه‌ای رو زیر فشار قرار داده و همین مسئله نیاز به یک فکر پیشرفته‌تر از اداره سیاسی رو بیشتر کرده. فدرالیسم زمانی امکان پذیر میشه که ساختار سیاسی از حالت تک صدای خارج بشه و دموکراسی واقعا در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی جاری بشه. چرا میتونیم فدرالیسم را بعد از گذار امکان پذیر بدونیم؟ من میتونم به این سوال به این شکل جواب بدم: چون ایران جامعه‌ای تک فرهنگی و همدل نیست. ایران کشوری بیشتر شبیه قاره بزرگیه که دهها نقش و رنگ مختلفی در اون بافته شده. فدرالیسم به این نقش‌ها اجازه میده در چارچوب یک کشور واحد با احترام به تفاوت‌ها و حقوق برابر در آرامش کنار هم بمونن، کنار هم زندگی کنن.
وقتی دموکراسی دوباره زاده بشه، دوره ای که قانون از اراده مردم بیاد، نه از تفسیر مذهبی، نه از تفسیر مرکزیت، فدرالیسم میتونه تبدیل به ابزار پایدار همون دموکراسی بشه. خب عبارت دیگه میتونم عنوان کنم در نبود دموکراسی، چون دیدم توی چت هم به این مسئله اشاره شد که در نبود دموکراسی چطوری میتونیم به فدرالیسم برسیم. در نبود دموکراسی هر نوع تقسیم قدرت از جمله فدرالیسم به سادگی نابود میشه. اما پس از استقرار یه نظام آزاد برابر، فدرالیسم میتونه نقش سپر دفاعی رو در برابر بازگشت استبداد بازی کنه. ساختاری که چندین مرکز تصمیم گیری داره سختتر تشکیل بشه، تمرکز قدرت کمتره، جابجایی قدرت آسان‌تر رخ میده و مردم احساس میکنن که سرنوشت خودشون سهم دارن و شریکن. در آخر بگم که من اینو در جواب اون متنی که در چت عنوان شده میگم، نبود دموکراسی در جمهوری اسلامی باعث میشه نیروهای فدرالی در واقع تمام منتقدان تبدیل ساختاری رو به هر حال توجهشون رو به تغییر ریشه‌ای جلب کنه. خب در این ساختار جمهوری اسلامی هیچ وعده قابل اجرا نیست، اما در چشمانداز ایران پس از این نظام فدرالیسم نه تنها امکان پذیره، بلکه یکی از راههای جلوگیری از بازتولید همین چرخه سرکوبه. مسیر سیاسی ایران به همین بحث‌ها گسترش پیدا میکنه و پنجره تصور آینده رو بازتر میکنه و میسازه. امیدوارم کنار همدیگه بتونیم این چطور بگم این منظره رو بتونیم بازتر بکنیم و بیشتر توضیح بدیم، مخصوصا برای اونایی که فدرالیسم رو خطر میدونن و فدرالیسم رو گام میدونن در جهت تنظیه، در صورتی که اساس فدرالیسم برای جلوگیری از تجزیه است. هر جا که فدرالیسم اجرا شده برای جلوگیری از تجزیه جوایی کشور اجرا شده، نه برای گام گذاشتن به طرف تجزیه و جدایی کشور. خیلی ممنون که منو شنیدین. من مایکم آزاد میکنم. خواهش کنم، خسته نباشید. تو چت روم یه چیزی راجبه توضیح درباره نروژ و سامیا نوشته بودن که مطلب درسته. هیچ نمایندگی ویژه‌ای به سامیا داده نشده، ولی نمایندگان سامی میتونن در آرای عمومی رأی بیارن و همچنین در شرکت در احزاب سراسری میتونن به اصطلاح اعمال نظر بکنن که عملا لیست بلند بالایی از سیاسیون سامیسکا وجود داره که انجام میشه. میدونیم که در این رابطه یک شرایط فدرالی اونجا حاکم نیست، بلکه اختیارات و خودمختاری محلی هست و با پارلمان محلی. به حال این تصریح درست بود و مسئله جوابی که داده بودن نوشته بودن درست بود، ولی با این تفاوت که ضمن که امتیاز خاصی به نمایندگان سامی داده نمیشه، یعنی فراکسیون سامی اونجا وجود نداره، ولی نمایندگانشون میتونن در احزاب شرکت بکنن و ما به صورت عمومی در تمام به اصطلاح شرکت دارم و صاحب نفوذ هم هستم. من اون چیزی گفتم یک نماینده سامی است که عضو پارلمان اصلی بود. به اصطلاح من باش ملاقاتی داشتم که خیلی خوب بود. من آرزو اگر موافق باشید، اگر شما اداره اتاق به عهده میگیرید یا آقا جمال که خیلی خوب، علیرضا رفته بخوابه، من هم میخوام با شما خداحافظی کنم. ساعت 2:23 دقیقه 33 دقیقه صبح هست اینجا و امیدوارم که اه، به قول معروف اگر تمایل داریم اتاق ادامه بدیم و نه که اتاق ببندیم، هر جوری که شما دلتون. ولی من معذور بدارید، نمیدونم. ممنونم اول جان. من هستم فعلا. دیگر دوستانم هستن در استیج. جمال عزیز که حضور داره.
من از جناب دکتر هوشنگ درخواست میکنم تشریف بیارن روی استیج و مدیریت اتاق رو به عهده بگیرن، هرچند که جمالم هست، ولی با وجود اینکه میدونم جمالم احتمالا از سر کار اومده و خسته است، این پیشنهاد رو دادم. در غیر این صورت جمال بله جان میتونه بله. مدیریت اتاق رو داشته بس من شب بخیر میگم، فعلا خدافظ، با آرزوی موفقیت و سلامتی. باشه. شب شما بخیر. من در ادامه صحبتی که میتونیم داشته باشیم در ارتباط با تاپیک، میخوام یه صحبتی بکنم. اگر دوستان اجازه بدن این صحبت رو کنم. جمال جان، داوود جان، معین جان، اگر صحبتی دارید یا الی جان اگر صحبتی دارید شما بفرمایید. در غیر صورت من این صحبتی در ارتباط با تاپیک صحبت کنم. ما فقط یک خبر بدم. من الان انگلیس هستم، لندن. فردا یک سمینار داریم در مجلس انگلیس، لورد هاوس. بعد در مورد نقش تاریخی انگلیس در منطقه ما، نقش مخرب به اصطلاح امپراتوری انگلیس به عنوان یک اه، استعمارگر در اون منطقه، و اینکه اه، انگلیس از انگلیس امروزی چه انتظاری ما داریم تا تلاش بکنه حداقل بخشی از اون اشتباهات تاریخیشو جبران بکنه. بنده فردا هم جز پنل سخنرانان هستم و امیدوارم که بتونم یک سری مطالب رو به گوش حضاری که اونجا هستن برسونم. ممنون. امیدوارم که موفق باشی و نتیجه این به هر حال این نشست رو هم اگر در آینده با ما به اشتراک بذاری یا لینکی اگر هست با ما به اشتراک بذاری خوشحال میشیم که به هر حال اونو حتما داشته باشیم. حتما. خیلی ممنون، متشکرم. جمال جان، داوود جان، الی جان، علی رضای عزیز، اگر مطلبی دارید بفرمایید. در غیر صورت من یه چند دقیقه ای در مورد تاپیک صحبت کنم. متشکرم، ممنون داوود جان، ممنون. اه، ببینید دوستان، رفقا، وقتی از حقوق شهروندی، از نگاه باورمندان به فدرالیسم حرف میزنیم، داریم در مورد حقوقی صحبت میکنیم که فقط روی فرد متمرکز نیست، بلکه روی فرد در کنار جامعهش و در دل ساختاری که قدرت رو عادلانه پخش میکنه تعریف میشه. خب در این نگاه شهروندا فقط یه رأی دهنده در انتخابات نیستن، بلکه عضوی از یه جامعه محلی با زبان مشخص، فرهنگ مشخص، تاریخ و نیازهای خاص خودشونه. خب به همین دلیل به نظر من در ایران امروز، یعنی جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی نه فقط زیر سایه استبداد، بلکه در یک ظاهر و در یک قفسی مذهبی و متمرکز تعریف شده. بنابراین نیروهای فدرالیسم میدونن که چنین حقوقی نه قابل اتکاست و نه قادر به تضمین برابری و نه پاسخگو به خواسته ها و اون مطالباته. اما در یه نظام دموکراتیک که در آینده میتونیم براش متصور بشیم، حقوق شهروندی در نگاه فدرالیستی میتونه به یه ستون واقعی تبدیل بشه. خب الان میرسیم به این که خب، نیروهای فدرالیسم
نیروهایی که به فدرالیسم میاندیشن و باورمندن به فدرالیسم حقوق شهروندی رو چگونه میبینن، به چه شکل این حقوق رو میبینن. در مرحله اول حقوق شهروندی یعنی آزادی های پایه، آزادی بیان، حق انتخاب، حق تشکل، برابری قانونی، امنیت فردی، محاکمه حتی عادلانه و حذف هر نوع تبعیض جنسیتی، مذهبی، ملی قومی و زبانی. خب این بخش با هر نوع دموکراسی واقعی مشترکه. اما تو لایحه بعدی که نگاه بکنیم، مردم باید حق داشته باشن در سرنوشت منطقی خود، همون جایی که زندگی میکنن، همون جایی که زندگی روزمرهشون جریان داره، نقش موثری داشته باشن. و این حق هر فردیه، حق هر کسی. فدرالیسم چی میگه این وسط؟ فدرالیسم میگه حقوق شهروندی فقط زمانی کامل میشه که فرد بتونه هم در سطح ملی هم در سطح محلی صداشو شنیده بشه. حالا این یعنی چی؟ این به چه معنا؟ این تعریف معنا داره. میتونه اینو ببین که تو تصمیم گیری های منطقه از اینا کدومشون یه تعریف داره. خب ابتدا به حق اداره محلی و مشارکت واقعی تو و تصمیم گیری های منطقه اشاره کردم. مسئله بعد حق آموزش به زبان خب مادری همراه با زبان محلی. یه لحظه اجازه بدید، ببخشید من باید یه لحظه ببخشید. در مورد مسئله حق آموزش به زبان مادری همراه با زبان ملی میتونم خب میتونیم یه بحث هایی رو باز بکنیم. هر کدوم از اینا نیاز به بحث داره. اینایی که خدمتتون عرض میکنم. لایه بعدی که میتونم راجبش صحبت کنم حق دسترسی برابر به منابع که یه صفحه رو باز میکنه، یه یه وقتی رو میطلبه که در موردشون صحبت بکنه. مورد بعدی حق بازنمایی سیاسی واقعی در نهادهای محلی و کشوریه. و مورد بعدی که توی خاطرم هست حق حفظ و توسعه فرهنگ، سنت ها، هویت منطقی در چارچوب یک کشور واحده. این چیزهایی که عنوان کردم که به شکل لایه هستن، اینا در حقیقت همون چیزی هستند که در جمهوری اسلامی غایبه، وجود نداره. اساسا نظامی که مذهب رسمی و توزیع قدرت تک مرکز رو اصل قرار داده نمیتونه حقوق شهروندی رو به معنای فدرالیستی بپذیره. برای اینکه تحقق این حقوق یعنی باز شدن پای مردم به قدرت و شکستن انحصار تهران و ولایت فقیه، یعنی مرکزیت، شکستن انحصار مرکزیت و ولایت فقیه. خب در نبود دموکراسی حقوق شهروندی فقط یه واژه زیبا و خوشگله، یه واژه بزک شده است. اما وقتی یه ساختار دموکراتیک شکل بگیره، حقوق شهروندی از نگاه فدرالیست تبدیل میشه به پیوند آزادی فردی و آزادی جمعی. خب این آزادی جمعی همون چیزیه که اجازه میده جامعه کرد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن، بختیاری و دیگر ملیت ها
فارس هم در کنار اینها هست، در کنار همدیگه زندگی کنن بدون اینکه یکی دیگری رو ببلعه و مانعش بشه و حذفش کنه، بدون اینکه دولت مرکزی بر همه یه قالب واحد تعمیل کنه. در نهایت در انتهای عرایز هم بگم که نیروهای فدرالیسم به درستی میگن حقوق شهروندی بدون تقسیم قدرت، همون حق استفاده از بالکن توی یه ساختمونیه که اساس و بنیادش ترک خورده و نمیشه هیچ اعتمادی به این ساختمون کرد. اما وقتی تقسیم قدرت با دموکراسی همراه بشه، حقوق شهروندی نه فقط ممکن بلکه به ابزار تثبیت آزادی و جلوگیری از بازگشت استبداد ختم میشه. من عرضمو تموم میکنم. شنونده هستم، مایکمو می‌بندم. خب خسته نباشین. از که ادمینی نیست دیگه. بر از میخوام که صحبت داره بفرما. من دعوت میکنم دوباره از بچه ها پایین اگر که مایل باشن صحبت کنن. آقای داوود، آقای سلیمانی، بفرما. فقط عرضم اینه که آقای ترابی کاش دوستان ما یه گرفتاری داریم، برید بذارید به همه، از خودم اول و بریم مخصوصا دکتر هوشنگ صحبت های واجب رو من نمیدونم چرا خلاصه میکنیم، چرا قشنگ باز نمیکنیم. این صحبت های واجب شلونده داره، خواستار داره. آقا ترابی شما یه فرمایشاتی کردید که اصوله ولی خلاصه گویی. گله نمیکنم ها، اعتراض میکنم بدتر از گله. قربانت. جان ببینید، من سعی میکنم اگر توجه کرده باشید سعی میکنم هر موقع صحبت میکنم خیلی کوتاه صحبت کنم و اون موارد مهم رو عنوان بکنم. من عرض کردم توی گفته ها اون موارد و لایه هایی رو که عنوان کردم هر کدومشون نیاز به ساعت ها گفتگو داره و چون زمان خب به هر حال توی این نشست ها کوتاه است و دیگران هم حق ابراز نظر دارن و میتونن در این باره صحبت بکنن، شاید من یا دیگران یا کسانی که شنونده هستن چیزی رو که در ذهن شما هست رو ندیده باشیم و یا به اون فهم و اون درک نرسیده باشیم و شما وقتی اینو عنوان میکنید اون برداشت ما تکمیل تر میشه. ببینید، کوتاه صحبت کردن یه خصوصیت اصلی داره، اینه که شنونده رو تشنه نگه میداره و شنونده رو وادار میکنه که بره تحقیق کنه و اون واژه ها رو درک کنه و به اون فهمش برسونه. منظورم شنونده حتی خود من هم هستم. اگر توجه بکنید من بیشتر مواقع ساکتم و شنونده هم و سعی میکنم که با اون چیزهایی رو که دارم فکر میکنم یه ارتباطی برقرار بکنم با اون چیزهایی رو که میشنوم و با اون واقعیت وجودی جامعه هم به هر حال پیوند بدم. باشه برگشت، نمیدونم میشه یا نمیشه. الان صدا صداتون هست خوبه، صداتون خوبه، بله. بله، یک تا کجا؟ دقیقه آخر. به همین عرض کردم که ما با ایرانیان وارد یک ائتلاف سیاسی میشیم، فقط با ایرانیان. اگر کسی هندی است، اگر کسی پاکستانی است، ما هیچ ائتلاف سیاسی نداریم. اما بلوچ ها، کردها، به ویژه بلوچ ها و کردها یک رقم 50 میلیونی 60 میلیونی تشکیل میدن، حق آزادی دارن، حق استقلال دارن، استقلال طلبی کنن، حزب استقلال طلبی تشکیل بدن.
بلوچ ها دارن یه حزب استقلال طلب دارن به نام رایز جنبش، حقشونه. کی گفته که نه؟ میام به دنبال فدرال بدون کنفدرال میگرده، حقشه، هیچ اشکالی هم نداره. خیلی هم قشنگ توضیح میده، ما هم آزادانه با هم سخن میگیم. ولی آشکارا با هم دیگه رفتار بکنیم، آشکارا با یک دیگه وارد گفتگو بشیم، بدون اینکه موذیانه رفتار بکنیم. استقلال طلبی استقلال طلبی بکنیم، فدرالیستیم برنامه فدرالی داشته باشیم، اینا رو جدا بکنیم از هم. تمرکزگرا هستیم، تمرکزگرایی سخن بگیم، هیچ اشکالی نداره. این روم دموکراسی حقوق بشره. ما به دنبال یک فدرالیسم مدرن هستیم، فدرالیسم قومی هم نه. ما فدرالیسم برای بلوچه ها درست نمی کنیم در ایران. فدرالیسم جغرافیایی، فدرالیسم مدرن درست میکنیم. هر کرمانی متولد شده در بلوچستان با در واقع رعایت موازن حاکمیت فدرالی بلوچستان میتونه رئیس جمهور بشه، میتونه رئیس پارلمان بشه، میتونه رئیس، اگه زبان شناسی است زبان بلوچی رو مسلط در کرمان در بلوچستان متولد شده، دکترای زبان بلوچی داره، میتونه در همین کشور خودش در میان مردم بلوچ رئیس آکادمی بلوچستان باشه. یک بلوچ میتونه رئیس آکادمی ایران باشه که زبان فارسی دکترا گرفته در کشور خودش، در کل کشور میخواد رئیس آکادمی زبان فارسی بشه. یک بلوچ رئیس جمهور کل ایران میتونه بشه. اینه که فدرالیسم، ما فدرالیسم آلمانه، فدرالیسم سوئیسه، فدرالیسم امریکاست. اگر دوستان راضی هستن، بلوچایی که راضیان، ما این برنامه ما اینه. کردای عزیز راضیان، برنامه ما اینه. ما نمیدونیم پیروز بشیم یا نمیشه، ولی فعلا احزاب و سراسری ایران، به ویژه احزاب سراسری ایران، با احزابی که همکنون در کنگره ملیت‌های ایران فدرال هستند، ما به دنبال فدرالیسمیم. اما دوستانی که دوست دارن بلوچستان استقلال بکنن، کردستان استقلال بکنن، با اعلام حزب استقلالی بفرمایند، حقشونه. هیچ انسان آزاده حقوق بشری نیست که یک ملتی رو به زور به ملت خودش بچسبونه. ما مانند فارس های شیعه 12 امامی نیستیم که میگن بلوچ ها ایرانی هن، اما اگر فدرالیسم بخوان از کشور جدا میشن. ما هیچ ملتی رو نمیدونیم که از میهن جدا میشه. ما میگیم بلوچ ها، کرد ها خودشون ایرانی میدونن. اگر فدرالیسم بخوان، هر سیستمی که میخوان حق اونهاست. سیستمی خواستار یک سیستم در کشور خودشون هیچ مفهوم جدایی نداره. ما با منطقه اونها یک منطقه متضادی رو دارن که ما توافق نداریم. ما ایرانی ها، کرد ها، عرب های ساکنه، ما 5 سال من اومدم در سوئد سوئدی شدم. چجوری یه ملت 100 سال در این کشور زندگی میکنه ایرانی نیست؟ این منطقه فقط و فقط ارتجاعیون جمهوری خواه باستانگراست و شاهی ها و ملاییت. منطق ما ایرانیان حقوق بشری نیست. سپاسگزارم، مرسی. به من خیلی یه مرسی ممنون چند دقیقه وقت آقای میدید؟ بله ببخشید بله من دیدم بفرمایید. آقا جمال شما میست که میخواستین صحبتی بفرمایید. بله بله نکته بگم خدمتشون. اول که خب خسته نباشین. سلام دکتر، من چند دفعه از شما دعوت کردم، خوشحالم که اومدین. به هر حال اینی که تمام اثناعشریا یا تمام ایرانیا یا تمام تبریزیا معتقدن که فدرالیسم یا مسئله منطقه‌ای یا دموکراسی منطقه‌ای موافق نیستن، این به نظرم یه مقدار اشتباس. خیلی از به هر حال ملیت‌ها در ایران، چه فارسش و چه ترک و لور و بلوچ و غیرش، در نظام 100 ساله ایران مبارزه کرده برای حقوق ملیت‌ها و جان خودشون هم از دست دادن. من کتابی دارم به نام اسامی در حقیقت گمشدگان و غیره که اینا چی میگفتن، چی میکردن و احزاب سازمان هایی که کوچک بودن که اسماش خیلی هم عجیب و غریبه، اصلا محو شدن، از تاریخ بیرون رفتن و غیره. این مسئله مهمه که جمع نبندیم. ببینید این اتاق
شما الان حدود سوال یک میکنم ساله جمله نمیدونم برخی رو چقدر. من یادم رفت استاد جمال معذرت میخوام من برخی باید میگفتم بله سپاسگزارم بله. این شما یک سال در این اتاق دارید دفاع از حقوق ملیت ها میکنید که خود شما هم جز اونا هستید. منی که خیلی دنبال این قضايا نبودم و مجبور شدم، یعنی دلم خواست که بیشتر مطالعه کنم و برم کتابای فدرالیسم رو، بعضیاش از کتابخونه و بعضیاش هم اوردر دادم خریدم، مطالعه کردم، مال آمریکا، هندوستان و کانادا و غیره. منم معتقدم که اگر هموطن من راضی هست، هموطن من به حقوقش میرسه که در سرنوشتش تصمیم گیری کنه، چه بهتره که من این ترجمه رو کردم دموکراسی منطقه‌ای بهت بده و خوندیمم از ریچارد کاتم که اون هم در سالهای قدیم در ایران 4 سال مونده و نتیجه گیری کوچکش از بخش بزرگ کردها اینی که کردها خواهان خودگردانی در کنار ایران، سلف سابرن که این معنیش. حالا بعد این دوستانی که در این اتاقن هستن، حالا شما 3 دسته کردین: عده‌ای که از کلمه ایران بیزارن و فلان. خب توی اتاق چه کار دارن؟ یعنی میخوان رضایت شما رو جلب کنن یا بیان به ما بگن که فقط کافی نی شما به فدرالیسم معتقدی؟ یه عده دیگه که اصلا میخوان برن دنبال کردستان بزرگ. دمتون گرم. از کی اجازه میخوان؟ از آقای عزیز اجازه میخوان؟ توی این اتاق که شما هی بشینید که اینجا امامزاده نیست که به شما حجت بده که. خب ما میدونیم که کردستان بزرگ جمعش هم که بکنید عراق و سوریه و پاکستان و ترکیه و غیره بعد چالدوران و امثال هم تیکه پاره شدنش کار بزرگیه. خب بفرمایید، دستتونم درد نکنه، ما هم دعا داریم پشت سرتون که بشین. کور بشه آن که نخواهد دید که تو هموطن با جدا شدن راضی. اصلا چی؟ ولی توی این اتاق چرا جر و بحث میکنیم؟ یعنی وقت هم رو میگیریم. من واقعا نمیفهمم. یعنی کلیه صحبتایی که ما در این اتاق به این دو گروه میکنیم اتلاف وقته و از نظر انسانی، از نظر حقوق انسانی جایز نیست، چون وقت انسان عمر انسانه. وقتی کسی مخالف این فرمولی هست که شما اتاقشو زدید به عنوان اتحاد و فدریشن و میگه اونجوری، خب برو توی اتاق دیگه، برو توی برنامه دیگه. من از دستم چی برمیاد توی این اتاق؟ میخوان مثلا چی بگین؟ میخوان بگین این که ما میگیم غلطه، اونی که تو میگی درسته. خب بفرما که دست تو ما رو گرفته، برو جداشو، حقته. برو چه میدونم کردستان بزرگ، بلوچستان بزرگ، تمام این هموطنای ما خوشحال و شاد در یک سرزمینی در هر کجا، کی ناراحته؟ ولی وقت زیادتر از یه حد رو من ازت خواهش میکنم آقای دادیار رو این قضیه نذار. و نمیخواد همه رو راضی کنی. اینایی که میان صحبت میکنن برخلاف این قضیه خیلی واردن. من بهتون بگم اگه اندازه شما بیشتر از شما نباشه کمتر از شما کتاب نخوندن. خیلی هم واردن. وقتی هم میان صحبت میکنن 100 تا کتاب هم که ما صحبت کنیم، مسائل رو بیان کنیم، تعریف رو کنیم. من امروزم باز اشتباه کردم، گفتم بیام دوباره تعاریف رو بخونیم که اینقدر متفرقه نگم. این همونی که یکی گفت آقای داوود گفت زده خودش رو به خواب. اصلا نمیخواد در جهت تو توجه کنه. تو رو رد کرده، حرف من رو رد کرده، بالای سرشه، نمیخواد داخل بیاره. به نظر من وقت رو نگذرونیم جناب عزیز و شما راه خودت رو ادامه بده. میزدی به اساساً دموکراسی، حقوق بشر، میخوای در کنار ایران زندگی کنی مثل اجدادت در کتاب
ریچارد کاتم، ملیت های ایران. اونا هم خیلی اسم آورده از قبیله کردها و غیره، به این نتیجه رسته. شما اصلا حالا عده‌ای هستن نمیخوان، عده‌ای هستن مخالفن، عده برن. من نمیدونم میخواد شما راضی بشین به اونا یا در حقیقت حمایت شما رو میخوان، حمایت این اتاق رو میخوان. این رو من متوجه نمیشم، ببخشید. خیلی ممنون آقای معین. الان من به شما وقت بعد از این مال شما چند تا جمله بگم خیلی مهمه. آقای عزیز، اصلا ما یک ترمی رو برای همه به کار بریم، این واقعا همه نظر سیاسی، همه نظر اخلاقی اشتباهه. ببینی تمام اونهایی که نه مثلا خب بخشی از اونهایی که فریاد میزدن به نفع بلوچستان، به نفع کردستان، به نفع عرب های سرزمینمون بودن، شیعه اثناعشری بودن. حاکمیت با مقوله شیعه اثناعشری زمین تا آسمان فرق داره. شاهنشاه آریامر میگفت من، دولت من مدافع شیعه اثناعشریه. کدوم حرکتش شیعش حمایتشو نمیگه من دستگاه روحانیت ها، حرکت خودش و خانوادهش کدوم شیعه اثناعشری بود؟ ما اگه ما بخوایم این ترما رو ایجاد بکنیم به همبستگی و نزدیکی کمک که نمی کنیم، اصلا با تمام توانمون لگد میزنیم به این مسئله. مسئله من الان مسئله سنی نیست. من حقوق ملیت ها من جمله بلوچستان رو نه به خاطر اینکه سنی هم دنبالش داره میدوم، این حقوق انسانیشونه، حقوق تاریخیشونه. اگه شیعه هم بودن همین بود، اگه مسیحی هم بودن همین بود. بابا جو ما مثلا میام جنایتی که اه، دولت ترکیه علیه به اصطلاح ارمنی ها کردن، ما محکوم میکنیم در اپریل سال عددشان به خاطرم نیست، ما محکوم میکنیم. این حقوق انسانیشه. مهم نیست که اون مثلا تو مسجد مکی سنی های بخش عمدهشون سنی های بلوچ هستن میرن اونجا. من به سنی بودنشون کار ندارم، از حقوقش انسانیشون، حقوق ملیتیشون با تمام وجودم دفاع میکنم. یک بار واژه سنی به کار نمیبرم. الان اون منطقه رو سنی های حکومتی داره میچرخونن، بخششو. تو کردستان کلی کرد سنی در کنار جنایتکارای حاکمیته. مسیحی داریم، کلی یهودی داریم، ولی به جامعه یهودی مربوط نیست، به یهودیان مربوط نیست. شیعه اصلاحشری چی هستن؟ این کمک نمیکنه. این جدایی میندازه. ما میخوام مثلا بگه آقا جان، ما سکولاریسم برای حل مسئله سکولاریسمه، یعنی این همه این حقوقا رو به رسمیت میشناسیم ولی خارج از حاکمیت. فرقی هم دیگه نمیکنه. اصلا دین رسمی نداریم دیگه در آینده ایران. دیگه نمیگیم با دین بیدین، میگیم شهروند بلوچی، شهروند کرد، شهروند، همشون هم جمع میشن مردم ایران. این اصلا اینا رو دور کنیم. باور کنید کمک نمیکنه. به قدری به من انتقاد میکنن که حدن فکر میکنم مثلا فکر کن نظری که اینجا بیان میشه مثلا مورد تایید منم هست. اصلا نیست. من اصلا این مسائل رو باعث تفرقه ببینم. ناخودآگاه آب به آسیاب دشمن مشترکمون داره میریزیم. اون تمام همش همینه که اینو ببره جلو و ما هم تو همین مسیر میفتیم.
بحث دین، شما رفتیم با یه گروهی رفتیم گفتگو کردید، پخشم شد اینو تا آقای گلشین فر بود چی بود، اون اصلا خیلی هم خوبه. آقای بهرام مشیری کلی راجع به این زمینه صحبت کرد، کار بسیار بسیار عالی کرد، ولی این تو اتاق ما جا نداشت. اونها برنامه ویژه خودشه. شما مثلا یه دونه برنامه اسلام شناسی، هر چی دوست دارید من نمیشونم گوش میکنم که یاد بگیرم، ولی اینو در مبارزه سیاسی مثلا دخالت نمیدم. مثلا برای چی باشه؟ یک بارم نمیدونم از حضرت عباس دارن چی دارن، یه بارم من حرف نمیزنم. اصلا به یه عنصر سیاسی مربوط نیست. ما کار سیاسی میکنیم، کار حزبی میکنیم، سازمانی داریم میکنیم. من فکر میکنم یه جوری باید واقعا چیز کنیم، روشن کنیم که این مسائل روز ما نیست. یک حکومت دستگاه روحانی جنایتکار داره خورد میکنه و داره میره جلو. یه دونه نکته آقای معین عزیز بگم، این روزها هر روز یه نماینده از نظام جنایت تهران توی اسلام آباده، همه در نگاه میکنن، هر روزی که داره میره اونجا. الان همون رئیس چه امنیتیشون توی اونجاست، تمامش هم بحث امنیتی است. رئیس جمهور که میره ملاقات میکنه، نمیدونم وزیر امور خارجه که میره ملاقات میکنه، چه امنیتی که میره ملاقات، همه نمیدونم سران نظامی میرن، فقط بحث امنیتی است. چون جنبش بلوچستان امروز به عنوان یک بازوی قدرتمند تو منطقه علیه نظام جنایته، میخوام به هر قیمت شده اینو زیر خاکش کنن. و ما نباید چیز کنیم، تایید کنیم. آقای جمال حرف بسیار درستی زد. ما دو تا راه دیگه، این دوستان از جداگاه همه ملیت ها رو میگن، یا میخوان قبل از سرنگونی برن عمل انجام بدن که اصلا دست ما نیست که برن انجام بدن، یا اینکه میخوان این عمل رو بعد از سرنگونی انجام بدن. پس تا سرنگونی ممکنه هم راه مشترک داشته باشیم. با اینکه ما میدونیم با این کار من خودم شخصا میگم موافق جدایی نیستم، ولی برای سرنگونی، برای تبلیغ جدایی هست، فرصت هم برای من و عزیز آرزوینان فرصت برای فدرالیسم هست. هر کدوم که تونستیم موفق باشیم انجام میدیم دیگه، بدونی که بخوام سر همگر ببریم. اگر میخوام سر همگر ببریم، این آقا داره میبره دیگه. حالا چقدر به خودی بقول بدویم، آقا داره میبره دیگه. خودمون آقا سر نمیده بریم تهران سر ما رو ببره. یه جوری باید به این مقوله به نحو شکلی پایان بدیم، یا اینکه واقعا من نمیدونم دیگه باید آقای عزیز و آقای جمال آقا رضا و دوستان دیگه که الان نیستن یه فکر اساسی بونش بکنن دیگه. اگر قرار اینجوری باشه من نمیدونم واقعا ما با کجا میریم. من تمام بفهم آقای مهم. بله. سلام مجدد دوستانی که تازه ملحق شدن. ببینید، من با حزب ما، حزب بلوچستان راج اتفاقی، معتقد به حق تعیین سرنوشت هستیم. حق تعیین سرنوشت طبیعتا همیشه مفهومش جدایی نیست، بلکه این حق انتخاب هر ملتی است در یک انتخابات رفراندوم آزاد که فدرالیسم میخواد در چارچوب ایران، کنفدرالیسم میخواد در چارچوب ایران، یا بنا به دلایلی که در کنوانسیون های بین‌المللی ذکر شده 100 سال ظلم و جنایت و تبعیض و انکار و نسل کشی میخواد از ایران جدا بشه. این حق را هم باید داشته باشه از طریق مسالمت آمیز، البته در درجه اول.
من حزب ما در یک ائتلاف است به نام ائتلاف دموکراتیک ملت ها در ایران. در این ائتلاف 8 حزب هست. تمامی، اگه نه ولی 90% احزاب عمده آذربایجانی ترک ها که بزرگترین جمعیت ایران رو، یکی از بزرگترین جمعیت ایران تشکیل میدن، اونجا هست در این ائتلاف. یکی از راه های آینده ایران. اگر چنانچه مردم بلوچ در یک رفراندوم آزاد رأی به فدرالیسم دادند، من مهم هیچ کاره نیستم که اسلحه بردارم و جلوی مردم باستم. بنابراین این که من مثلا استقلال با تمام حد، یعنی اه، تمام به اصطلاح تلاش رو میکنم به هر قیمتی، حتی با کشته شدن نصف جمعیت بلوچ میخوام استقلال بگیرم، این به نظر من یک سوء تفاهم. خصوصا آقای دادیار شاید اساسنامه ما رو نخوندن. بعد بلوچستان البته فدرالیسمی که اگر ما به فدرالیسم برسیم مردم انتخاب کنند، من برخلاف فدرالیسم استانی معتقد فدرالیسم هویتی زبانی هستم به چند دلیل. بلوچستان غربی بعد از اینکه 1928 رضا شاه با سه لشکر وارد بلوچستان شد و حکومت ملی بلوچستان رو ساقط کرد، با به اصطلاح مدیریت یا آقای جهانبانی سرهنگ بود، سرتیپ بود، یادم نیست، یعنی با کشتار به هر حال اون حکومت ملی مردمی بلوچستان سرنگون شد. و خود آقای جهانبانی در خاطراتش در یک کتاب نمیشه گفت، در یک جزوه به نام عملیات قشون میگه ما بلوچستان رو تسخیر کردیم. تسخیر به چی معنی؟ تسخیر یعنی تو میری یه سرزمین دیگر رو با زور اسلحه، با کمک انگلیس، با کمک سه هواپیمایی که انگلیس به داده، با کمک ست بیستیم انگلیس به داده، با کمک مستشاران انگلیسی و اطلاعاتی که انگلیس به داده در مورد وای بلوچستان، توایف بلوچستان که چطور میشه بین اونا تفرقه انداخت، حمله میکنی و بعد میای این ملت رو که یک هویت جدا داره، یک زبان جدا داره، سرزمین تاریخی جدا داره، تو میای میخوای اسیمیلش بکنی، میخوای همه چیزش ازش بگیری. 100 سال جنایت، 100 سال کشتار، بعد با اهداف سیاسی تکه تکش میکنی، در چندین تقسیم بندی استانی اقلیمی بخشهایی از بلوچستان رو به خراسان واگذار میکنی، الان خراسان جنوبی. بخشهایی از بلوچستان رو به استان کرمان واگذار میکنی. بخشهای عمدهش از بلوچستان رو، هرمزگان، یعنی 80% بلوچستان، از خود بندرعباس 50%ش بلوچن. بقیه شهرهای هرمزگان مثل جاسک، مثل بوش، مثل سیریک و غیره بلوچند. نوادگان حاکمان بلوچستان هنوز در امارات زندگی میکنن، زندن. بنابراین اینا با اهداف سیاسی از بلوچستان جداشون کردن، تفرقه بنداز، حکومت کن، همون سیاست های انگلیس، استعماری انگلیس. و به شکل استعماری بلوچستان در طول 100 سال اخیر اداره شده و میشه. طلای بلوچستان سالانه 500 کیلو اطراف فقط کوه تفتان، بقیه معادن طلا در جاهای دیگر که اینا رو بگذاریم کنار، 500 کیلوش
طلای خالص استخراج میشه، 1 کیلوش هم به بلوچستان نمیشه. در عوض محیط زیست بلوچستان و کوه تفتان که هر روز اونجا انفجار انجام میدن و همین انفجارها باعث شده هم محیط زیست اون منطقه به هم خورده. بسیار منطقه زیبایی است، بسیار منطقه که کشاورزی از جمله پستو اینا میشه. ولی با وجود این به اصطلاح استخراج معادن، حتی آبهای منطقه خشک شده، روستاها خالی از سکنه شده و اگر مردمی هم اعتراض کردن اونا رو دستگیر میکنن، میکشن، زندان میکنن، تجاوز میکنن حتی به بلوچه ها در زندان ها و بچه های بلوچ، حتی پسرها در قیام ژینا، بعد از قیام ژینا این کار رو انجام دادن به طور سیستماتیک. بعد خب اینایی که جداشون کردن از بلوچستان به بهانه اینکه بلوچستان بزرگه، به بهانه اینکه بلوچستان اونا باید رشد بکنند اقتصادی. الان مردمان بلوچ که از جنوب بم به پایین همه بلوچ نشینند، فقیرترین انسان های نه تنها ایرانند بلکه شاید بگم دنیا هستند. در هرمزگان هم در مناطق بلوچی فقر بیداد میکنه، فقری که نهادینه شدن است، سیستماتیک است، عمدی است با توجه به منابع بلوچستان. همین سوختبری رو بلوچی ها، تنها برخی از بلوچی ها، همه که سوختبر نیستن، راه حل برای امرار معاش میدونن، هر روز اونا رو میکشند که سپاه پاسداران میخواد این درآمد رو برای خودش کسب بکنه، یعنی خودش سوخت رو به اونور مرد ببره بفروشه. ماهیگیر رو از بلوچ ها گرفتند، امتیاز صید ماهی رو دادن به چینی ها. بلوچ ها، ماهیگیران بلوچ که نسل در نسل از طریق ماهیگیری و صیادی امرار معاش میکردن، اینها مجبور میشن که برن به آبهای بین المللی برای ماهی گرفتن. تومه دزدان دریایی سومالی میشن. 10 بلوچ در اسارت دزدان سومالیایی کشته شدن، جانشون از دست دادن، یا کشته شدن یا در اثر بیماری ها با شرایط بد، چون خانوادهشون اون پول هنگفتی که اونا خواستن نداشتن. نظام جمهوری اسلامی هم هیچ گونه مثلا پیگیری نکرده. زندانیان بلوچ، خود بلوچ ها تلاش کردند که اونا رو آزاد بکنن در مراحل مختلف. الان هم آب بلوچستان رو تصفیه میکنند، آب دریای بلوچستان رو با 1 متر مکعب $6 این آب به اصفهان میرسه. ولی در خود چابهار که این لوله ها از همونجا رد میشه، با اونجا این آبی که تصفیه میشه 1 متر مکعبش چند سنت بیشتر خزینه نداره. آب چند سنتی رو به چابهاری ها نمیدن که با یکی از بنادر استراتژیک خود ایران میگه بنده بهترین و مهمترین بندر استراتژیک ماست، ولی مردمش با تانکر آبشون تأمین میشه، از جای دیگه با تانکر آب میارند، ولی این آب رو نمیخوان به مردم چابهار بدن. ولی این آب رو با هزینه های متر مکعبی $6 به اصفهان منتقل میکنن تا اونجا کشاورزی بشه، یا اینکه در صنایعی که نباید اونجا استقرار میشد، صنایع فولاد و که آب میخواد برای اونا سر میشه یا کارآفرین بشه اونجا. خب این یک ظلم، یک جنایت. ما میگیم که اگه چنانچه مردم رأی دادن به ماندن در ایران در یک انتخابات آزاد، رفراندوم آزاد، بهترین سیستم، یکی از بهترین سیستم ها فدرالیسم یا کنفدرالیسم، بستگی داره مردم چی انتخاب میکنن. ولی اون مناطق جدا شده به بلوچستان باید ملحق بشه به چند دلیل. یکی اینکه ما
بهتر میتوانیم آموزش به زبان مادری رو تدریس بکنیم، چون در 3-4 استان نمیشه این کتاب ها رو تهیه کرد، معلمان رو چیز کرد و اونجا در یک اقلیت قرار میگیرند، قرار گرفتن در واقع. بنابراین نمیتونن در اون چارچوب و فدرالیسم استانی به حقوق زبانی، به حقوق فرهنگی، به حقوق چیز خودشون برسن. این به مفهوم این نیست که ما فدرالیسم قومی میخوایم، به این مفهوم نیست که ما تمام غیر بلوچ ها رو از بلوچستان اخراج میکنیم و یا اینکه هیچ گونه مشارکتی به اونها نمیدیم. نه، این به هیچ وجه به این مفهوم نیست. بلکه هر کس اونجا زندگی میکنه، مشارکت میکنه، میتونه هم دست رای بیاره، وارد هر مقامی بشه. ولی گونه مهاجر هستیم در تمام دنیا. یا 100 ساله یا 200 ساله یا 500 ساله یا 1000 ساله یا 2000 ساله، برای همه انسان ها نوعی مهاجر هستند، از جاهای دیگه مهاجرت کردن. مهاجرت چیز طبیعیه اگه به شکل طبیعی رخ بده، ولی این تقسیم بندی ها تقسیم بندی های سیاسیه و هدف اونها تفرقه بنداز، جدا بکنه، حکومت بکنه. خود پهلوی ها این اعتراف رو کردن. آقای خلعتبری گفته ما بلوچ ها رو عمدن به لحاظ اقتصادی، به لحاظ به اصطلاح آموزشی توسعه عقب نگه داشتیم و به لحاظ سیاسی اونها رو به اصطلاح تضعیف کردیم. تضعیف یعنی چی؟ یعنی تقسیمشون کردیم در استانهای مختلف و ارتباطشون رو با از همدیگه قطع کردیم و واقعا هم قطع کردند. و به این دلیل که ما میترسیدیم که اینها یک زمانی با کمک شوروی از بلوچستان جدا بشند و بنابراین اونها رو با در فقر نگه داشت، بنابراین اونها رو در ته جدول مطلوب نیازهای انسانی نگه داشت، همون برای آب و خوراک باد بدوند و به فکر سیاست و به فکر علم و دانش و اینا نباد برند. این به هر حال چیزی نیست، پنهان نیست. در بسیار از کتاب ها یا مجلات ایران اگه سرچ بکنید خلعتبری چی گفته در مورد سیاست های دوران پهلوی در مورد بلوچستان، این متن ها میاد. رو این حساب برای جبران این همه اجحافات خب باید خود چپ ها، شما آقای جمال، نمیدونم شما هم چپ هستید، چپ ها میگن که ملت ها حق دارند، حتی حق تا سرحد جدایی، حتی حق جدایی دارن. من نمیدونم شما چرا اینجا اومدید و نمیدونم توپیدید که اینا حق صحبت کردن هم در این اتاق نباید داشته باشند. حق استقلال حق همه ملت هست، حتی ملت فارس. بنابراین این یه حق بین‌المللی شناخته شده از طبیعی در قوانین بین‌المللی. right of determination، حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوقی که به رسم شناخته شده. میگن که ملت ها در یک کشور مولتی نشنال باید خودگردانی، حق خودگردانی داشته باشن. سرزمین های اونها و منابع اونها خودشون باید تصمیم بگیرن در موردشون، نه اینکه غارت بشه. ولی اگر چنانچه یک ملت دیگه که ایشمونی خودش رو به زور اعمال میکنه، به زور ارتش و اونا رو میخواد اسیمیله بکنه، نسل کشی انجام میده، حالا نسل کشی فرهنگی، زبانی، این ملت ها حق دارند که جدا بشند. یعنی اون مثلا سلف دیترمینیشن بیرونی رو
ارائه بدن یا بگن که ما تلاش کردیم در این چارچوب این کشور به حقوق خود برسیم، به حقوق زبانی، به حقوق هویتی فرهنگی، به حقوق اه، سیاسی، اما نرسیدیم. حالا که نرسیدیم و فکر نمی کنیم در آینده نزدیک هم برسیم، ما حق داریم که از این کشور جدا بشیم، مستقل بشیم، چون ملت هستیم، سرزمین تاریخی داریم، هویت تاریخی داریم، زبان داریم، مشاعر خودمون رو داریم، سرزمین خودمون رو داریم. ما یه قبر از غیر بلوچ در بلوچستان پیدا نمی کنیم که قدمتش بیشتر از 80 سال باشه، بیشتر از 80. اگر پیدا بکنیم مهاجمان هستند یا پرتغالی هستند یا انگلیسی هستند که در جنگ با بلوچ کشته شدند. اه، روی حساب این یعنی چه؟ این یعنی اینکه این سرزمین م- م- مردم بلوچ زندگی میکردند، قرنها زندگی میکردند، مال اونهاست. هر کس دیگه بعد از 80 سال دیگه اومده به عنوان مهاجر اومده، خوش اومده اونجا، بچه هاشون اونجا متولد شدن، جز بلوچستان محسوب میشن و حق و حقوقی خواهند داشت در آینده بلوچستان، ولی به شرطی که ادعای آقا بالاسری نکنن، هژمونی بلوچ رو بپذیرند، احترام بگذارند به زبان و فرهنگ بلوچ، نه اینکه توهین بکنند، نه اینکه بی حرمتی بکنند که الان میکنند و در طول این 100 سال کردن. ما اینو میخوایم. اگه این چیز غیر منطقیه، خب بفرمایید بگید، ما خفه بشیم، ادامه بدیم همین دیکتاتوری و همین مرکز گرایی رو تا ابد. ببینیم همه ملت ها از جمله ملت فارس هم ضرر میکنه، چون تمام جوامع به سمت دموکراسی، به سمت پیشرفت میرن، ولی ایران با وجود این همه منابع سرشار، به خاطر همین مرکز گرایی، به خاطر همین دیکتاتوری استبدادی الان دیدیم که به قهقرا رسیده و به هر حال مردم گشنه نان شبشون هستن. همه فقر اگر زمانی در بلوچستان نهادینه بود، 80% مردم زیر فقر زندگی میکردن، الان به تهران، اصفهان و شهرهای کلان شهرها هم رسید. بنابراین الان مزهش و اونهایی که یک زمانی در به اصطلاح رفاه و زندگی میکردن به اونها هم رسیده، الان میفهمند که ما بلوچ ها چی کشیدیم در طول این 100 سال. ممنون از فرصتی من داد. خیلی ممنون، لطف فرمودید. آقا جوان بفرمایید. خیلی ممنون. ببینید جناب مولی، شما متوجه نشدید یا نخواستید متوجه بشین؟ شما همه صحبت که شما اینجا کردی، خود من تا اونجایی که میتونستم در توسعه خارج از مرکز به اصطلاح مسئله سنت در مورد این قضیه ما انجام دادیم. من نگفتم که شما صحبت نکنید در این اتاق. من چه کارم که این حرف رو بزنم؟ من گفتم این اتاق تنظیم شده برای کسانی که به فدرالیسم اعتقاد دارن، حتی منی که کرد و بلوچ و فلان نیستم، یا به قول شما مرکزم با فلانم فارسم. گفتم ما در این اتاق این مطرح میشه. عده‌ای هستن به یه شکلی خواهان چیز دیگری هستن، خواهان جدایی. من که گفتم دستتون درد نکنه، دعای ما هم پشت شما. برداشت شما این بود؟ یعنی این فارسی که دیگه شما این اندازه میدونید که من گفتم دعای ما هم پشت شما، جداشین. هر رقم که بهتر هموطن من خوشحال میشه بشه. چه چیزی از جیب من بیرون میاد، به قول دکتر رضا براهنی. شما چرا اینجوری برداشت میکنید؟ اینجوری که برداشت کنید صحبت کنید یعنی این که گوشتون بسته است برای اون چیزی که حقیقت و ما داریم بیان میکنیم. ما خوشحال خواهیم بود، ولی اینکه 10 نفر در این اتاق تصمیم گرفتن که رو کار فدریشن یا فدرالیسم کار کنن که اصلا شاید هم برای ایران به اصطلاح مناسب نباشه.
ما الان کتاب دارم که در نظام سیستم های برجوازی و فلان فساد و اینا رو هم توضیح ممکنم از ما میگم که چرا بحث رو سر این میگذرونی. شما وقتی که بهترین رو میخوان از فدرالیسم بالاتر مطرح میکنی، خب برید به اون جایی که بتونید به هدفتون برسید. از این که من به شما بگم فدرالیست، شما بگید جدایی، شما بگید این گروه فلان، شما بگید نیمی از جمعیت بلوچ رو اگر ما به کشتن بدم، که نمیدونم چگونه شما در حقیقت این مسئولیت رو یا این به اصطلاح امتیاز رو به شما میدن، من نمیدونم. ما در حقیقت برای عدم اتلاف وقت اتاق سر بحثی که شما همیشه، شما نمیدونم آقای نمیدونم چند نفر هستن من اسم نمیارم، خیلی هم محترمید، اصلا نیاز نداره که انسان چپ باشه، نیاز داره که انسان شرف داشته باشه که تو به زبون مادریت صحبت کنی. و این زبون مادری این نیست که مادر من شیر میخوام ننه برون نون بگیر، بلکه رشد فرهنگی تو هم در اون هست. خب اگه انسان شرف داشته باشه، اگر انسان خانواده خودش و خانواده دیگری در بلوچ، در لراباد، در خوزستان، در مناطقی که شما نمیدونی در جنوب دنداناشون همه قهوه‌ای نمکی، همه آب شور، خب اینها من نخوام اونها آزاد بشن، این نیست. حالا من اتفاقا میخواستم وضعیت کارگران شرکت نفت که تو بلوچستان نبودن، تو آبادان بودن، در جایی بودن که بیشترین مرکز تولید پول رو داشتن، همون چیزی که در حقیقت چشم بیا آقای عزیز دادیار مثل که پایین من افتاده. تلاش کردم آقای که دادیار، تلاش نه کردم ایشون آها الان اومدم. درست شد، ایشون نمی کرد. مقصود اینه که اجازه بدید این مدریترم بشه که هر وقت خواست میخواستم برای شما وضعیت و این رو استیفن کینزر در کتاب آل شازمن تمام مردان شاه اسمشو گذاشتن، در ایران هم چاپ هشتمش ترجمهم شده. اگه در ایران باشید، اگه در خارج از کشور باشید که استیفن کینزر آل شازمن تو آمازون کتابش فروش میره که پشت کتاب همه اینا رو هم با عکس داره، تمام وقایع ایران رو با عکس داره. بعد من یه تیکه ای رو اگر این آقای دکتر اجازه داشته باشم 2 تیکه از این کتاب رو برای شما میخونم که وقتی که شکایت میشه دولت انگلیس، دیپلمات انگلیس که گزارشهایی رو میداده، ببینید چی مینویسه. میگه برخی از دیپلمات‌های انگلیسی نیز گزارش‌های مخالفی به وزارت خارجه می‌فرستادند. وابسته امور کارگری سفارت بریتانیا در تهران پیامی را آماده و ارسال کرد و در آن شرایط را در آبادان اسفبار توصیف کرد و نوشت کارگران در آنجا در کلبه‌های خشتی بدون برق و آب و امکانات بهداشتی و به عبارت دیگر زاغیه های واقعی زندگی می کنند. از تل‌آویو، همون اسرائیل، یک کشیش انگلیسی نسخه ای از گزارش جروزلم پست را به پیوست فرستاده بود که می گفت وی را متقاعد کرده که شرکت انگلیس ایران مستحق این اتفاق بوده. این مقاله را یک اسرائیلی نوشته بود که چند سال را در آبادان و دوشادوش ایرانیانی گذرانده و آنها را فقیرترین مخلوقات روی زمین توصیه کرد. یک گزارشی دیگه هم وقتی که انگلیس قبول نمیکنه، در حقیقت هریمن از وقت خود بستر استفاده کرد، وی گشتی در آبادان زد و سپس تلگرامی برای ترومن فرستاد و طی آن گزارش داد که زاغیه هایی که وی مشاهده کرد
کرده برای مسکن کارکنان یک شرکت نفتی بزرگ غربی تکان دهنده است. وی در پیام بعدی گله کرد که انگلیسی ها تفکر استعماری کاملا قرن 19 نسبت به ایران دارند. آنها به جای مذاکره جدی فقط بیانیه های کتاب زده صادر میکنن و بعد این ادامه میده. بعد این من بستم صفحه ای که شما میتونید اینجا الان نگاه کنید، در صفحه، اینا همه تصویره، در صفحه 176 177 در 178 اون کتاب نگاه کنید، در دست راست بالا یک آلونک های چیزی هست نمیدونم مثل سرخ پوستا که با پوست درست میکردن. بعد یه آقایی، دو تا بچه و یه پسر دیگه هم پشتش، بغلش چی نوشته؟ نوشته آبادان یک منزلگاه مرزی استعماری بود با استخرهای شنا و زمین تنیس برای کارگزاران انگلیسی و زاغیه هایی برای 10,000 کارگر ایرانی، اتوبوس و سینما و دیگر امکانات رفاهی مخصوص انگلیسی ها بود. اگر که این خواستم من خودم دانشکده آبادان قبول شدم رفتم ولی نموندم و اینا رو از نزدیک دیدم، چون ما یک اونجا رئیس نیرو دریایی اون با پسر عموش من بودم، کارت داشتیم میرفتیم تو باشگاه هایی که کباب مجانی، همه روز چمن و اینا. بعد اومدیم گردش زدیم در اون جویبارهایی که زنان با اون لباس های مثل عربی مانند میشنستن، رخت میشستن و غیره. یعنی اگر کسی بره 10 روز میرفت در آبادان این تضاد طبقاتی و غیره رو میدید. به هر حال خواستم خدمتتون عرض کنم که این نبوده که این که بیشترین ظلم، بیشترین ستم از زبون مادری خیلی بالاست، خیلی مسئله است و امثال این. هیچ کس منکر این قضیه نیست. ما در این اتاق هم فکر توییم، دست تو رو هم میفشاریم، همه زورمون هم برای این. حال من فارس هم زدم، ولی این که فقط فکر کنیم در اونجا. من میتونم مقاله از بدو خوزستان برای شما بخونم در اون زمان که بر سر اون دختران جوون 6 ساله و 9 ساله که اسمشم حالا نمیدونم سنی بودن فلان چه میمد و غیره. به هر حال من خلاصه کنم بدم به آقای عزیز صحبت کنه. من موافق فدرالیسم هستم، ولی کاری هم که میتونم بکنم اینی که حمایت زبونی و کتابی و غیره. من گفتم اتاق وقتش اینجوری داره میگذره و از این که آقای علیرضا بیاد 1 ساعت با آقای ایکس در این مورد بحث کنه، بعد آقای عزیز بیاد 2 ساعت با یک کسی که جدای این. نه به این که اونها حق ندارن، اونها حق دارن، ولی در حقیقت جاش من گفتم که در اینجا نیست. به هر حال خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای چیز. آقا رضا، من یه نکته هم بگم به اضافه صحبت که آقای جمال کردن. نکته دیگه اینه که دوست هموطنان عزیزون هستن که این نقطه نظر میگن. همین موضوع هر روز تکرار میشه. اصلا اونش اصلا من نمیفهمم. آخه نه مخالفتی شده نه اشکالی شده، ولی تکرار این موضوع هر روز هر روز هر روز من یعنی واقعا باید اینجوری باشه. اونو من نمیفهمم. شما حداقل ما این نظر ماها رو راجع به مسائل میدونید دیگه. آخه شما تازه من شاید اولین دومین بار میبینم که به این موضوع این پذیر. دوستان دیگه میان مرتب یه روز مثلا فکر کن کرد میان این صحبت رو میکنه، یه روز مثلا فکر کن ترک میان این صحبت رو میکنه، آقای یاشار یکی مثلا فکر کن عرب میان صحبت میکنه. خب میگم همه اینا به این اتاق مربوط نیست. این اتاق داره تبلیغ این کار میکنه، این مدل میکنه. مدل شما یه مدل دیگه است، خیلی هم عالی. یعنی به قول آقای جمال یه به اصطلاح تکامل یافته ترشه.
آخه در حال یه جایی باید به این موضوع دیگه پایان بدیم دیگه. شما مثلا یه دونه اتاق میزنی قشنگ توضیح میدی تمام اینا داده، ما هم دوستانی که میان گوش میکنن. این آقایون هم که هوادار فدرالیست هستن، اتاقشون میزنن گوش میکنیم. بعد دیگه هر که تصمیم خودشو میگیره دیگه. به آقا رضا نوبت شماست، آقای عزیز نمیدونم دیگه والا. ممنونم. من یه سوالی از این رفقایی که معتقد میان و مطرح میکنن که ما معتقد به فدرالیسم ولی استقلال طلبیم. شما در سایه جمهوری اسلامی کدوم حقوقتون میتونید برسید که الان میایین مطرح میکنید مسئله استقلال رو؟ این مسئله استقلال، مسئله‌ای که مطرح میکنید بجز باعث سرکوب جنبش چه حاصلی برای شما خواهد داشت؟ مگر فدرالیسم اون خواسته های شما رو محقق نمیکنه؟ این یه موردی که من میخواستم مطرح بکنم و مطرح کردن مسئله استقلال در هر گوشه از ایران قبل از استقرار دموکراسی بجز بهانه‌ای برای سرکوب جنبش ها چیزی دیگه عاید مردم نمیشه و اینو خوب میدونن و این مسئله رو خوب میان مطرح میکنن. عزیز جان مایکت بازه. بعد یه مسئله که الان مطرحه، گروهایی که در داخل کشور درباره استقلال ملیت‌ها صحبت میکنن، حکومت از اون برا برچسب زدن به اپوزیسیون، پراکنده و تخریب اعتبار جنبش استفاده میکنن. دقیقا این آقایون اینو میدونن و میان این مسئله رو مطرح میکنن. مردم محلی ممکنه هدف سرکوب شدید قرار بگیرن و اپوزیسیون به جا تمرکز بر سرنگونی و صحبت از گذار به دموکراسی وارد چالش‌های امنیتی میشن و شما دقیقا اینو میدونید. در این شرایط استقلال طلبی به جای تقویت مبارزه علیه حکومت باعث تضعیف این میشه و تمرکز حکومت رو بر امنیت و سرکوب میذاره و شما دقیقا اینو میدونید. خب در در یه دموکراسی واقعی تمام ملیت‌ها حقوق برابر دارن و خودمختاری قانونیه و ممکن و شما اینو میدونید ولی مصرید که الان بیاید بحث استقلال مطرح بکنید. خب بحث استقلال هنوز پیچیده است. میتونه توی قالب قانونی انتخاباتی و صلح‌آمیز مطرح بشه، نه تو این مرحله بجز سرکوب، بجز ایجاد رعب و وحشت، بجز امنیتی شدن جو، چه چیزی حاصل شما و ما میشه؟ خب فدرالیسم تمام حقوقی که شما مطرح میکنید رو میاد و در چارچوب دموکراسی اینو به ملیت ها میده. بعد از دموکراسی بحث استقلال یا خودمختاری ابزار مذاکره و توافق سیاسیه، نه بهانه‌ای برای سرکوب یا تضعیف مبارزه. و متاسفانه این آقایون همه اینا رو میدونن ولی میان مطرح میکنن. بجز این که یه جو امنیتی به وجود بیاد برای بهانه دادن دست حکومت برای برای سرکوب ملیت ها، چیزی دیگه آید شده تا الان؟ جناب دکتر معین، مگر ما در بحث فدرالیسم تمام اون حقوقی که شما مدعی هستید رو مطرح نمی‌کنید؟ و شما به جای اینکه بیاید مسئله استقلال طلبی رو مطرح بکنید، بیاید بحث فدرالیسم رو مطرح بکنید، بحث واقعیت وجودی فدرالیسم رو مطرح بکنید، نه بحثی رو مطرح بکنید که باعث تضعیف تمام مباحث میشه و باعث سرکوب و ایجاد جنایت و جو امنیتی میشه. و اگر دانسته این کار رو میکنید گام برمیدارید برای ثبات این نظام. من مایکمو میبندم. آقای عزیز شما. اصلا نمیخونه. از اون سمت میگید که به هر حال و توی بحث امنیت پایدار ما این بحث نه بحث فدرالی نه شرط لازم هست نه کافی. کشورهایی که غیر فدرال هستن
امنیت پایدار داره. پس باز فدرالیسم قابلیت امنیت پایدار ایجاد نمیکنه، مخصوصا اینکه شما در بین قومیت ها شما به هیچ عنوان نمیتونید بر مبنای قومیت، چون باز شما گفتید مرز جغرافیاییش بر مبنای قومیته، شما بین هیچ کدوم از این افرادی که گروه هایی که به دنبال فدرال های قومیتی هستن حتی مرزهاشون رو با هم نمیتونن مشخص کنن. همین الان چقدر در کشور، تازه نه بین کسانی که به دنبال این فدرالیسم هستن، چقدر درگیری های قومیتی وجود داره به واسطه اینکه میگن این شهر برای ما هست یا نیست. خیلی زیاد هست و بسیار هم تأسف برانگیزه، اصلا برای این قرن نیست این صحبت ها. از اون سمت فرمودید که به هر حال هدف تشکیل ما این هست که اون زبان اون قومیت زبان اول باشه، ولی گفتید جغرافیاش باز بر مبنای قومیت باشه فلان. خب این که همون قومیتی میشه. اگر دغدغه شما بحث این هست که افراد حق تحصیل به زبان مادری داشته باشن که اصلا احتیاج به فدرالیسم نداره. چرخ رو که احتیاج نیست دوباره از اول اختراع کرد. سیستم کور استادیز در امریکا، شما هر کسی هر جای امریکا که بخواد به اون سیستمی که میخواد تدریس کنه و به اون زبانی که بخواد تدریس کنه میتونه مدرسه خودش رو تأسیس کنه. کور استادیز یعنی یک پایه تحصیلی، یک چیزی که تمام دانشجویان کشور، دانش آموزان کشور باید اون رو بلد باشن. یک میزانی از ریاضیات، یک میزانی از انگلیسی، یک میزانی از جغرافی. این رو میگن کور. این رو میگن که شما میتونید هر جای خودتون مدرسه تأسیس کنید، هر چیز دیگه که خواستید آموزش بدید، این رو هم باید آموزش بدید. اصلا احتیاج به فدرال وجود نداره برای تدریس یک زبان. این میتونه، شما میتونید مدرسه داشته باشید به زبان بلوچی در تهران. با این سیستم در امریکا سالها هم کار کرده، بسیار هم موفق بود. و در انتها شما گفتید که ما اگر اینطور باشه، مثلا در بلوچستان یک شخصی که مثلا از قومیت دیگه ای هست، اون شخص میتونه بیاد و مثلا بشه رئیس اون فدرال و غیره و غیره و غیره. ببینید ما به هر حال جناب عزیز دیدار، ما پامون روی زمین هست. ما باید بر مبنای اون شناخت تاریخی که داشتیم، منطقه، اون اتفاقاتی که دور و برمون افتاده، اون چیزایی که از گروه‌های مشابه هست، بیایم و مسائل رو بررسی کنیم. به هر حال برادر کسانی که یکی از مهمترین گروهایی هستن که به دنبال بحث فدرالیسم هستن، بغل گوشمون هست. به هر حال خودمختار کردستان، اقلیم کردستان در عراق مشخص. شما در اونجا عرب هم دارین که زندگی میکن. شما چند تا عرب داشتید که در اونجا مسئولیت مهم داشته باشه؟ در اونجا کجا دموکراسی شکل گرفت؟ من یک مثال میزنم. یکی از همین حالا افراد مهم خانواده بارزانی هم نبود، یک فردی بود از دور اومده بود. بنده تو منطقه واشنگتن دی سی هستم، اومده بود جایی. یکی از اقوام ما هم در اونجا، نه به خاطر این دیدار، به صورت اتفاقی در یک رستورانی اونا مراسمشون رو گرفته بودن، ایشون هم اونجا. ایشون میگفت که ایشون شاهد بود، میگفت که این بنده خدا اومده بود و میگفت در قلب امریکا، میگفت این آقایون همه صف شده بودن، نزدیک 20 نفر 30 نفر دست این آقا رو میبوسیدن، انگار که حالا مثلا ولی فقیه هست یا چه. تازه گفت اون کسی که اونجا بود اصلا جزء افراد خاص خانواده هم نه، این شخص اونه شاهد بود.
من این نکاتی که عرض کردم خدمتتون همه بر مبنای صحبت خودتون بود. فکرم میکنم که حالا به حال این نکات بنده بود. شرمنده اگه اطاله کلام شد. سلامت باشید. بختیار جان، همیان از گرامی، بسیار بسیار خوشوقتیم که هستی در روم و گوش کردی به سخنان ما. ما هر دو ایرانی هستیم و هر کدوم ما نظری داریم پیرامون اجرای حاکمیت در کشوری که فعلا دچار معضلات زیادی شدیم. کشور در حال از دست دادن فضای جغرافیایی است. آسمانش فتح شده، درباره گرفتن زمینش هم لبنانی کردن و لیبیایی کردنش هم در دستور کار هست. هر کدوم ما نظراتی داریم. نظر شما هم میهن عزیز این هست که فدرالیسم مناسب با ایران نیست و فدرالیسم رو باید از کی باید رأی بگیریم. نظر شما با من فرق میکنه. فدرالیسم یه حق سرشتی طبیعی است، یعنی حاکمیت سیاسی مردم در محیط زادگاهی خودشون که هستن در اون کشور به عهده داشته باشه. این هیچ تضادی با حاکمیت سیاسی کشورمون نداره که مردم بلوچ، مردم کرد، مردم آذربایجان آنطور که دلشون میخواد در کشور خودشون بر مبنای رعایت قانون اساسی کشور حاکمیت سیاسی داشته باشه و جمعیت بیشتر جهان در 10 کشور بزرگترین کشورهای جهان در 7 کشورش به این سیستم دارن اداره میشه. من تضادی رو در یک کشوری که چندین ملیت در اون زندگی میکنن و کشور ایران رو تشکیل میدن، یک ملت یک کشور، هیچ گونه تضادی در شیوه اداره این سیستم نمیبینم. شما میبینید، شما هم اختیار دارید نظر خودتون رو داشته باشید. من حاکمیت سیاسی آینده کشورم و ایران عزیزم و اینجوری میبینم. در کشوری که در واقع سرزمین پهندشت تاریخی ایران هست و ملل گوناگونی در اون سالهای سال زندگی کردن و این سیستم رو برای جهان هم اختراع کردن، در حاکمیت داریوش بزرگ در بیش از سی در بیش از 30 ناحیه فرهنگی و ملیتی سیستم ساتراپ ها رو داشتن و همه اینها دارای یک شاهنشاهی بودند و پادشاه مرکزی شاه شاهان بوده. این سیستم ارتقای جهانی پیدا کرده، همون جوری که سیستم امپراتوری کوروش برای اداره در واقع کشورداری محل آموزش جهان بوده. این سیستم نیز در همون امپراتوری مورد تجربه قرار گرفته و در واقع در جهان امروزی متکامل شده. غربی ها بهش فدرالیسم میگن. فدرالیسم هم انواع و اقسام داره. مسلما فدرالیسم ایران نوع ایرانیش خواهد بود، همونجوری که فدرالیسم بلژیکی است، فدرالیسم اسپانیایی است و فدرالیسم مثلا هندوستان فدرالیسم هندی است. قدر مسلم فدرالیسم ایرانی رنگ فدرالیستی خودش خواهد داشت. زبان کشوری من در فدرالیسم تغییر نخواهد کرد. زبان کشوری ما زبان فارسی خواهد بود و همه مردم ایران با این زبان آشنایی کامل اگر نداشته باشند، 60% همه این مردم در هر کجای این جغرافیای سیاسی که زندگی میکنن فارسی رو میدونن. اما زبان بومی، زبان منطقه‌ای ملی خودشون هم دارن. مردم بلوچ تا سال 1330
شما بختیار جان چند سال داری امیان عزیز؟ من 72 سالمه، شما چند سالتونه بختیار جان؟ من 39 سالم هستش. سیونه درود بر تو، عمرت دراز باد. سلامت باشی. صداتون نیستش. خانواده ایرانی تا سال 1330 ندیدن. آیا اینا ایرانی نبودن؟ اگر ایرانی های دیگر رو ندیدن، آیا شما میتونید بگید اینا ایرانی نبودن؟ نه، ایرانی بودن ولی ندیدن واقعا، و به طور مطلق نمیتونستن فارسی سخن بگن. خب حالا با چجوری با سخن میگفتن؟ تا 1330 5 خانواده بلوچ در هیچ کدام از مراکز شهری ایران نبودن. مرکزی، استان خراسان، شیراز، تهران، نمیدونم قم، کاشان، قزوین نبودن. چه کارشون باید میکردیم؟ میگفتیم با چه زبانی باید سخن بگن؟ اگه شما بگید زبان اصلی نباشه زبانشون در فدرال ایران، با توجه به که زبان کشوریشون زبان فارسی است. اصولا شما چرا مخالف فدرالیسم هستید؟ فدرالیسم چه کار میکنه که شما مخالفت میکنید وقتی که جمعیت بیشتر کره زمین در بزرگترین کشورها، چه با 5 میلیون چه با 1,300,000,000 این سیستم رو دارن اداره میکنن، کشورشون در امنیت قرار گرفته. بله. شما سوال اجازه خوبی بدید، است. اجازه بدید شما جواب هر بدم. چی سخن گفتید ما نیومدیم تو سخنتون، بله. اجازه بده. شما عزیز من، هم من به قربان برم، شما وقایع تلخی دارید. وقایع 1325 آذربایجان دارید، 20,000 نفر کشته شدن. وقایع تلخ جمهوری مهاباد دارید، وقایع مازندران دارید. فدرالیسم این وقایع تلخ رو در شما حذف میکنه، شما رو آسودگی و آرامش میبخشید. دیگه دعوای زبانی نخواهیم داشت، دیگه نیروهای بیگانه نمیان سر این تضادها انگشت بگذارن، یک بخش بلوچستان رو ببرن، یک بخش آذربایجان رو ببرن، یک بخش ترکمن صحرا رو ببرن. مردم ایران تجزیه طلب نبودن. هیچ کدوم از این ملیت ها نرفتن تفنگ بگیرن برای جدایی، برای فلان. غربی ها کردن، قدرت های بزرگ کردن، از همین اشتباهاتی که دولت های مرکزی، حکومت های مرکزی حاکم کردن در ایران. فدرالیسم منظورش به هیچ صورتی، به هیچ وجه، بجز پیمان مودت، بجز پیمان همکاری مناطق مختلف با یک کشور، با یک دیگر نیست. شما در کجا زندگی میکنید؟ در ایران یا در از کشورهای فدرالی؟ بختیار جان، بنده امریکا هستم. خب شما در امریکا که هستید چرا مخالف با فدرالیسم هستید؟ خیلی شما عجیبه برای من. میپرسید اجازه نمیدید بنده جواب بدم. عزیزان قبلش هم بفرمایید. سلام، نه، جواب دادم من اینجا. میتونم الان توضیح پاسخ بدم؟ بدید. الان عزیزان پاسخ بدید. سلام. خب بفرمایید. اول سوال اولیتون رو من جواب میدم که چرا بنده مخالف این هستم. بله بفرمایید. این به اون 7 علتی هست که شما من عرض کردم. شما امیدوارم دیگه بحثا آخوندی نشه. من 7 سوال پرسیدم از شما، 7 نقد آوردم. امیدوار بودم که شما هم احترام بگذارید به اون 7 جواب بدید. من اما پاسخ دادم جواب که نه، هیچ کدوم رو جواب ندید. همه‌شو پاسخ من دادم. هیچ کدوم. من دونه همه‌شون رو دونه پاسخ. میتونم بخونم براتون، شما چیز کنید. اما اینکه چرا مخالفم برمیگرده به اولی که خدمتتون گفت. اولی و البته سوم. یک اینکه آقای عزیز دیدار، اینو باز عرض میکنم، شما به هر حال سنن بزرگتر از بنده است، خدا امیدوارم اینو اسای ادب در نظر نگیرید. نه خواهش میکنه. ببینید، حالا من نگیم آقای عزیز، ببینید آقای بختیار، بنده بختیار، بنده تعریف کننده جمهوری برای جمهوری خواهان در کشور ایران نیست. بنده تعریف کننده یه سیستم پادشاهی برای پادشاهی خواهان در کشور نیست. آقای عزیز دیدار هم تعریف کننده بحث فدرالیسم برای طرفداران فدرالیسم در کشور نیست. بنده اونجایی که عرض کردم گفتم، بنده با این شروع کردم، گفتم که جناب دیدار،
شما دارید تعریفی از فدرالیسم میکنید که تنها فردی که در این 80 میلیون این تعریف رو میکنه آقای عزیز دیدار. اون تعریف کسانی شما از که فدرالی چیست؟ تعریف شما اون از فدرالی چیست؟ اون چیزی که جامعه از فعالین این قضیه، از کسانی که پرچمدار این قضیه هستن، بختیار جان ببخشید، تعریف شما از فدرالی چیست؟ بله اون چیزی است که آیه مهتدی میخواد. چون چی هست؟ بنده که تجزیه خودش گفته یعنی سازمان شما در جمعیت. امریکا زندگی میکنید، تعریف ببینید این که اسم که جمهوری داریم، جمهوری اسلامی داریم، جمهوری امریکا هم داریم. اینکه چون یه چیزی یه کلمه مشابه باشه که چیز نیست که. شما شخص دارید، افرادی دارید، دهه ها هست که این احزاب دارن فعالیت میکنن. شما که نمیتونید بگید من چشمم رو به تاریخچه کشور ببندم، به تاریخچه این افراد ببندم. ببینید تعریف رو این افراد میکنن. آقای عزیز دیدار که هر روز در تلویزیون نیست که صدها نفر از جوانهای کرد که در دشت ها و کوه های کردستان اسلحه به دوش نیستن، هر روز به تعدادشون کشته بشن به خاطر صحبت های عزیز دیدار. که اون آیه مهتدی هست که تعریف میکنه، او هست که حتی جلوی دموکرات کردستان میسته و سالها با دموکرات کردستان میجنگه. این صحبت بنده نیست، شما خیلی خوب میدونید. آیه مهتدی اگه برنگشت گفت که ما اگر اعضای کمیته سیاسی دموکرات کردستان رو بگیریم باید اینها رو اعدام بکنیم. ببینید پس بنده و شما تعریف کننده این مسائل نیستیم. پس تعریف من، خب اگر همین حرفا بختیار بزنه، اون وقت من باید همه فارس ها رو بگم که همه بختیاری هم مثل بختیار فکر میکنن. ببینید اون هم باید شما برگردید در مورد فارسان، باید ببینید اون کسایی که معیار هستن. یعنی تو بحث مثلا جمهوری خواهی باید ببینید چه کسانی معیار هستن. ببینید جمهوری خان هزاران انسانن، پادشاهی خان هزاران انسانن، فدرالیست ها هزاران آدمن. اون کسایی که بنده که معیار نیستم که. شما، من از خودم مثال زدم، گفتم که بنده هم جمهوری خواه هستم ولی کسی به صحبت بنده که نگاه نمیکنه. کسایی که معیار جامعه هستن رو نگاه میکنن. تو بحث معیار جامعه کیا هستن؟ فعالین اون جامعه، کسانی که تو اون فعالین اون جامعه احزابن دیگه. شما چند تا احزاب سراسری دارید در ایران که مخالف فدرالیسم؟ میتونید نام ببرید؟ ببینید شما تعریفه. ببینید شما من پرسید چرا مخالفید، گفتم من چون که اون فدرالیسمی که تعریف شده در کشور توسط این احزاب تعریف شده. شما دارید از من میپرسید دیگه، من که سخنگوی احزاب نیستم. من میپرسید، من میگم که این احزاب، این افراد این فدرالیسم رو طراحی کردن، صحبت خب کردن. ازش فدرالیسم آمریکا رو که صحبت نکردن که من هم بیام و به او رأی بدم. بختیار مسئله جان، جناب دیدار این هست که نه بنده معین بختیار جان کننده ببخشید وارد مایک شدم. یه دقیقه بختیار جان مایکتون رو ببندید. من وارد مایکت شدم، یه دقیقه مایکتون رو ببندید. ببینید تعریف دیگران از فدرالیسم چی هست چی نیست رو ما اینجا نداریم. ما اومدیم اینجا خودمون یه تعریفی از فدرالیسم ارائه میدیم و اون بر طبق اون چیزیه که در دانشگاه ها، در مجامع بین المللی و همچنین در بین احزاب در حال گفتگوه. اینی که شما فدرالیسم رو مطابق تجزیه میزنید ولی در آمریکایی زندگی میکنی که فدرالیسم رو برای جدایی آورد. این با منطقی که داری ازش صحبت میکنی زمین تا آسمون فرق میکنه. اون بله چیزی که قربان. میگید در مدارس آمریکا، اجازه بدید عزیز، اون چیزی که میگید در مدارس آمریکا هست مطابق با اون سیستم تعریف شده فدرالیسم هست. بله، شما مغلطه رو خوب بلدید، با مغلطه خوب بیایید جلو و بعد اینجا عنوان میکنید فدرالیسم یعنی تجزیه. نه عزیزم، خب مغلطه فدرالیسم بنده برای بفهمید مایکتون چی رو بود. ببندید.
مایکتون رو نه شما بگید دیگه، ببندید. شما دارید میگید من خب دقیقا مایکتون مغلطه رو من ببندید. مغلطه شما اینه که فدرالیسم و مساوی است با تجزیه میدونید، در صورتی که صحبت بنده شما در نیست. آقای اجازه عزیز بده دیدار گفتن چرا تعریف شما اجازه درسته، بدید من گفتم صحبت تعریف بکنم. فعالین هست. نه، مغلطه شما اینجاست که در یک کشور فدرالیسم داری زندگی میکنی و همونو قوانین اون کشور رو میاری به عنوان این که مثلا به ربطی به فدرالیسم نداره. مغلطه شما اینجاست که در یک کشور فدرالیسم مثالشو میاری که در اونجا تدریس به زبان مادری قانونیه و توجه به این نمی که اون سیستم یه سیستم فدراله. مغلطه شما اینجاست که میای در یک کشور فدرالیست صحبت میکنی، زندگی میکنی و فدرالیسم رو درک کردی و میگی فدرالیسم تجزیه است. مغلطه شما اینجاست و تمام این موارد رو ما داریم اینجا توضیح میدیم که آقا فدرالیسم برای جلوگیری از جدایی اومده است. اساس فدرالیسم برای جلوگیری از جداییه. ولی شما میایید تعریفی میدید که میگید آقا فدرالیسم یعنی تجزیه، چون آقای فلانی آقای ایکس این حرف زده. ما با تعریف آقای ایکس و آقای ایگرگ کاری نداریم. ما در این اتاق در مورد فدرالیسم داریم صحبت میکنیم که اساسش جلوگیری از تجزیه و جداییه. جناب بن، خیلی خوش آمدید روی استیج. بفرمایید، مایک در اختیار شما. رضا جان نوبت منم هست. بن صحبت بکنه بنیامین، بعد شما صحبت کنید. من داشتم میرفتم. رضا جان دست در نکنه. ولی خب دیگه لحظه آخر صدام کردی، یک احساس خوشایندی تو چشام در اومد. اولا که وقت بخیر میگم به دوستایی که میشناسم، مثل جمال عزیز، علی رضا و شمال و اشکبوس و بقیه دوستا. من صحبت های همه رو شنیدم. یه 2-3 ساعت اونجام هی داشتم می نوشتم. توی این فاصله روغن ماشینم رو عوض کردم، کلی ورزش کردم. شما نکردی این کارو. خدمت شما عرض بکنم که من شاید در ظاهر موقع که صحبت بکنم خیلی احساس بکنن که من مخالف فدرالیسم هستم. میگم فدرالی. الان این دوستمون آقای بختیار داشت حرف میزد، به عقیده من ایشان یه موضوعی رو میخواست مطرح بکنه ولی خب درست مطرحش نکرد. من دارم میگم که این موضوع این که آیا حقوق شهروندی نیازهای نیروهای باورمند به فدرالیسم رو قانع میکند، من میخوام بگم که اصلا در طول تاریخ فدرالیسم که یک کلمه نیستش، در طول تاریخ فدرالیسم یعنی اینه که قدرت تقسیم بشه. یعنی این آقای عزیزی که توی بلوچستان هستش حق تعیین یک سری چیزها رو اونجا داشته باشه. این یک کلمه که نیستش. ما فردا میگیم حکومت فدرال ایران، ولی خب آقای عزیز همچنان زیر نظر قدرت تهران هستش. خب یک سرطانی به نام تهران که الان تمام قدرت‌های ایران، تمام ثروت ایران، تمام مغزهای ایران، تمام ورزشکاران ایران، تمام بازیگران ایران، تمام صنایع ایران، تمام بانکداری داره به اونجا ختم میشه. فدرالیزم مگر فردا شما در یک استان سیستان و بلوچستان که فدرال بشه، مثلا یه دکتر جراح مغز میاد اونجا کار میکنه؟ نمیکنه. چون داره در تهران کار میکنه 15 برابر در استان سیستان و بلوچستان در کردستان داره پول در میاره. یه کردی که اونجا متخصص مغز هستش باید بره تهران کار بکنه. یه بازیگر خوب باید بره تهران کار بکنه. خب اینها کارهای بسیار بسیار سنگین و اساسی هستش که به عقیده من یکی از اصلی ترین بنیانهای فدرالیسم که همون
اساس گسترش حوزه های قدرت هستش که ظرفیت یک منابع انسانیش، کنترل یک منابع. الان مثلا استان سیستان بلوچستان آب نداره. خب مثلا الان استان مثلا اه، خوزستان نفت داره، پول نفتش رو مثلا باید خود کنید به قبل به سده های قبلی، مثلا سده های پنجم ششم صدر اسلام، موقعی که امام صادق اومد نمیدونم دو تا بچه داشت، این اون بچهش رفت نمیدونم گروه اسماعیلیون درست شد اونجا، تمام این کلنگ این مسائل شیعیان در اونجا زده شد، شروع شد قدرت گرفتنشون، گروه فاطمیونشون، آدم کشی هاشون، نمیدونم از این ور اخوان مسلمینشون، از این ور نواب صفوی هاشون، بعد اومد به خمینی رسید، همینجور ادامه پیدا کرد. و الان شما مثلا میبینید این موضع گیری هایی که امروز در خاور میانه وجود داره، اساساً تقصیر اصلی خودشون تقصیر این شاه ها و این خلیفه گری های ایران بوده، و خاورمیانه بوده. اصلا خاورمیانه داره خلیفه گری اعمال میشه. ما چیزی به نام دموکراسی نداریم که در خاورمیانه. تجزیه شده، همیشه خاورمیانه تجزیه شده. و من دارم اینو میگم که آقا من یه قدم جلوتر میذارم از فدرالیسم، میگم آقا اصلا باید کردستان یک کشور بشه، بلوچستان باید یک کشور بشه. اون وقتی که اینها برای منافعشون میجنگن، اگر آمریکا روزی که انگلیسی ها آمدن درش قبول میکردن، الان سیستمشون پادشاهی بود. آقا اومدن جنگ کردن، آدم کشتن، ازشون کشته شد، پدران آمریکا ازشون به وجود آمد، بنجامین فرانکلین ها و نمیدونم این بابا و اون بابا. موقعی که جفرسون داشت با آقای واشنگتن صحبت میکردن سر این موضوع فدرال، به یه اختلافی برخوردن و اون اختلافشون هستش، مستنده در کانستیتیوشن امریکا وجود داره که اینها چقدر دقیق به این موضوع اشاره میکنند و چقدر دقیق قدرت رو میگن باید بدیم به استیت ها. شما در نظر بگیر یک استیتی به نام کرمانشاه به وجود بیاد فردا، میگه آقا من نفت دارم، گاز دارم، در استان ایلام گاز داریم، گاز بدی هم نداریم، در نظام شهر نفشهر گاز داریم، نفت داریم، نمیخوایم بدیم آقا، پول شما انقدر باید بدیم. اینها کارهایی هستش که من میگم که انجامش دچار مشکل میکنه و این به اصطلاح لجیمسی و اون رضایت مشروعی که در یک جامعه به وجود بیاد رو دوباره تحت شعاع یک قدرتی قرار میدن که این پای و اساس اون مسائلی میشه که یه موضوعگیری های ساده لوحانه‌ای در مقابل فدرالیسم درست میشه، برمیگرده سر اون خانه اول. چون چالش هایی که وجود داره در یک منطقه ایران ساختاریه و برای اجراش به سادگی امکان نداره. امروز مثلا جمهوری اسلامی مشکلش چیه؟ امروز جمهوری اسلامی نمیتونه از یک ساختار رانتخار داخل کشور، نمیتونه دولت جلوشو بگیره. توانایی 4 تا بچه آقازاده‌ای که چندین تریلیون دلار پولشون، میلیارد دلار پول دستشون هست، نمیتونه جلو اینا رو بگیره. بعد شما مثلا میخواید بیاد با یه ساختار این چنینی که بیاد این قدرت رو بده مثلا دست مثلا بلوچ ها بده دست کردها، خب مطمئنه میگه آقا اینا ما اول فدرالی دادیم، 2 سال دیگه 6 سال دیگه 6 ماه دیگه اینا جدا شدن، تماما جدا میشن، تماما جدا میشن. و من میگم که این تغییرات من کاملا اون حرفای شما یا آقای مثلا عزیز یا تمام کسانی که فدرالیسم گرا هستند رو میفهمم، ولی این اه، بحران اساسی حکمرانی و ذهنیت غلط سیاست مدارها اجازه نمیده این موضوع انجام بشه، چون اساساً فقدان تجربه دموکراسی و وجود داره شما الان از یه مردم عادی ایران بپرس تفاوت حکومت و دولت رو نمیدونه. یعنی شما فکر میکنن حکومت باید همیشگی باشد،
فکر میکنن دولت باید از بین بره، در صورتی که در دموکراسی برعکسه. دولت هست، حاکمین عوض میشن و اون رقابت و اون تضادی که ما اه، منتقدین فدرالیزم بهش چیز دارن، میگن یه رقابت غیر ضروری و مضر برای بین این مناطق که منجر به یه اه، کنترل یک سری منابع میشه، ما دستمون کوتاه میشه. شما در نظر بگیر امروز مثلا اهواز جدا شد، فدرال شد، نمیدونم استان کردستان شد، بلوچستان شد. خب آقا اون تهران الان چی کار باید بکنه؟ باید بشینه اونجا سیاست گذاری بکنه دیگه. مثلا در امریکا شما میبینید دولت مثلا 50 روز شاتدان میکنه، میبنده. شما در نظر بگید دولت در ایران 2 روز تعطیل بشه، مردم از گرسنگی میمیرن، بنزین ندارن، آب ندارن بخور، الان هم آب نداره، هیچ چی نمیچرخه. اما در امریکا مثلا شما میبینید 45 روز دولت تعطیل میشه، عملا هیچ اتفاقی نمیفته، به جز اینی که مثلا یه سری مشاغل دولتی کارشون حقوقشون رو نمیدن بهشون یا یه حقوقشون رو بسیار کم میکنه. و اینی که به عقیده من بهترین ساختار چالش های اصلی که امروز در بافتار ایران وجود داره و در فدرالیسم برمیگرده به ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جامعه ایران. و اینه که به عقیده من این جوابش باید، ما که میگی که تو کرمانشاه یه ضرب المثلی دارن کرمانشاهی ها، میگه ما که چقیدیم، یعنی ما که گیر کردیم تو گل، میگه چقی بالاتر، یعنی یه گیر کردن بیشتر. ما که گیر کردیم یه گیره بیشتر، ما که میریم برای فدرالیسم، خب میریم دیگه یهویی میکوبیم برای استقلال، جدا بشن اون مناطق. آره این نظر من بود. حالا با احترام به تمام دوستان امیدوارم که زیاد صحبت نکرده باشم. چجوری ببندم این میکروفونو؟ ممنونم داری متشکرم. داو جان، باش. شما اگر صحبتی دارید بفرمایید، خیلی وقت شما رو نشنیدیم. بسیار علی جان، اگر سلیمان جان اگر شما صحبت دارید بفرمایید. میگه که ما به جای فدرالیسم تصمیم بگیریم که این ملت ها و صدا من هست؟ نه صدا نیست نه؟ صدا, صدا هست؟ صدا؟ بله بله هست. صداتون هست. دوست عزیز، ما توپای جمهوری اسلامی 150,000شو گذاشته در فلسطین، 50,000شو گذاشته در یمن اسرائیل رو بزنه. نصرت آباد رو ببنده، نصرت آباد رو ببنده، بلوچ ها بخوان جدا بشن فقط نصرت آباد رو 2 روز ببنده، همه بلوچ ها مثل ماهی میمیرن. جدا بشن توی دعوا که شد برن پاکستان، پاکستان که همون روز میندازشون تو رودخونه. برن افغانستان پیش طالبان ها، طالبان ها که بدون آب خوردن، بدونی که آب بهشون بده مثل گوسفند تشنه سرشون میبره که. برن کجا؟ برن مسقط، حکومت مسقط تو دریا میندازدشون. که امر جدایی اگه به این سادگی بود که شما میگید دنیا اصلا مسائلش حل شده بود. عزیز من، ما برای فدرالیسم که یگانگی ایران رو تأمین میکنه مشکل داریم. امر جدایی رو کجا ببرین؟ تو کجای دلمون بنشونیم؟ توپه های امروز جمهوری اسلامی، حکومت ملایان یمن رو در نوردیده، سوریه رو در 800,000 700,000 نفر تو سوریه کشت. حکومت اسلامی، دوست عزیز، بعد من نمیدونم مخالفت شما که این همه قشنگ راجع به فدرالی سخن میگفتی چرا ادامه ندادی که امر آسانتری است. حداقلش این که از این میلیاردها جمعیت کره زمین نصف بیشترشون شیوه فدرالی رو دارن،
و بدون خونریزی انجام گرفته، بجز امریکا. بقیهشون خیلی آسوده تر حقوق بشری تونستن این سیستم رو پیاده بکنن. 1,300,000,000 هندی با 100 قوم، با 1000 زبان، هزاران مذهب دارن با این سیستم کشور اداره میکنن. بسته شده. صدات نمیاد. ایشون نباید به کار گرفت، تجارب حکومتیشون نباید به کار گرفت. اگر نصف بیشتر جمعیت کره زمین در همین حالا که من و شما سخن میگیم به همین شیوه اداری دارن کشور خودشون اداره میکنن با سیستم فدرالی، این بده؟ ماشین مرسدس بنز و تویوتا و اینها برای خیابونهای تهران و ایران و اصفهان و بلوچستان راه میرن، ولی سیستمشون راه نمیره. سخنان بختیار عزیز شما تکرار میکنید که نه عزیز من، ما همه ایرانی هستیم. امر تجزیه طلبی تو کشور ایران صورت نگرفته، نخواهد گرفت. ما همه ایرانی هستیم، به ایرانمون افتخار میکنیم و این سیستم سیستمی است که به تجربه بشری انجام گرفته. همسایه ما هم بزرگترینش هندوستانه. پاکستان هم تازه که حکومت نظامی هست به یک طریقی داره به شیوه فدرالی انجام میگیره. فقط ترکیه است که هنوز نپذیرفته. با توجه به که سکولاریسم و دموکراسی را پذیرفته، هنوز خونینه. ولی اگر فدرالیسم پذیرفته بود، هرگز هواپیمای ترکیه نمیرفتن کردها رو بمباران بکنن. حتی دموکراسی هم نمیتونه بدون فدرالیسم در مناطقی که چندین ملیت با چندین زبان و چندین فرهنگ زندگی میکنن اداره بکنن. سیستم فدرالی برای سرزمین هایی که داره چندین ملیت، چندین زبان، چندین فرهنگ هستند بهترین شیوه اداری است. به ویژه خوشبختانه همه احزاب مردمی و عدالتخواه ایران خارج از هر گونه نگاه و نگرش مذهبی سیستم فدرالیسم رو انتخاب کردند. از حزب توده ایران 1320 گرفته تا سازمان مجاهدین پس از 1340، همه اینها یکیش اتفاقا دیدگاه مذهبی داره، یکیش دیدگاه چپ داره. با دو نگاه و نگرش مختلف سیستم فدرالی رو انتخاب کردن. حزب چپ ایران با 76 ملیت های ایران فدرال همه این سیستم رو پذیرفتن. چرا باید مخالفت بکنیم؟ منشور تشکل‌های صنفی 12 گانه با 12 تا ماده، با بیش از 1,000,000 معلم، همه دانشجویان، همه زنان ایران این سیستم رو انتخاب کردن. رفع 2 تا تضاد تبعیض زنان و تبعیض ملیت ها رو سیستم فدرالی پیشنهاد شده. شما چرا مخالفت میکنید عزیز من؟ خیلی تعجب میکنم واقعا. اولش خیلی قشنگ اومدی که سیستم فدرالی اینجوریه، تقسیم قدرت اقتصادی در میان این مردم هست. 100 سال هیچ بلوچی نتونسته نخست وزیر بشه. 100 سال هیچ کردی نتونسته رئیس جمهور بشه. 100 سال هیچ زن نتونسته وزیر دادگستری بشه. سیستم فدرالی این تبعیضا رو رفع میکنه. چرا نباید بگیریم؟ اونم در کشوری که تجزیه ناپذیره. توپاش امروز از یمن تا لبنان رو در نوردیده. کدوم یکی از این ملیت میخواد جدا بشن؟ تازه اگر بخوانم جدا بشن، خوشبختانه ما نداریم ملتی که جغرافیای قشنگ رنگی با 2 دریا رو از ایران بهتر تشخیص بدن یا از خودشون بهتر دفاع بکنن. بلوچستان چه دفاعی در استقلال از خودش خواهد داشت؟ به من میتونید بگید اگر دولت انگلیس اختلاف پیدا کرد با دولت مستقل بلوچستان 2 میلیونی، اومد در چابهار با فرمانده کل نیروی دریایی بلوچستان مستقل اختلاف پیدا کردن، جوابشو چی بده؟ اگه بگه شلوارت بکش پایین چیکار باید بکنه؟
دولت قطر دولت مستقلیه. فرماندار نظامی امریکا اومد گفت اینجا رو میکنم دانشگاه طالبان ها، خوراکش و غذاش رو شما تامین بکنید، من میفرستمش افغانستان مدارس رو به روی زنان ببنده. شیخ قطر شلوارش نکشید پایین، همین کارو نکرد. من بلوچ باید خیلی خر باشم که به دنبال استقلال در چنین جهانی بگردم که فرمانده کل نیروی دریایی آمریکا انگلیس بیاد بگه من چابهار رو آموزشگاه طالبان ها میکنم، میخوام برم مثلا مسقط رو سرنگون بکنم. من نمیکنم این کار عزیز. من مبارزه میکنم، هم کشورم رو حفظ میکنم، هم مردم خودم رو آسوده میکنم، مانند مردم آلمان، مانند ما اختلاف در دریای چابهار پیدا کردیم با دولت انگلیس. فرمانده نظامی انگلیس بیاد با فرمانده دولت مستقل بلوچستان 2 میلیونی بخواد سخن بگه، چه پاسخی داره براش بگه؟ ولی اگر من در ایران باشم به عنوان یک کشور مستقل 90 میلیونی با سیستم فدرالی که همه فدرال ها از همدیگه حمایت میکنن، دولت مرکزی بزرگی سایبان اون خواهد بود. دولت انگلیس چه حکمی میخواد بر من روا بداره؟ غلط میکنه. اینه که آقای عزیز، نیروهای الیت. 12 روز آسمان ایران تحت بله اختیار اسرائیل بود. این دولت پرتون تراقی که شما دارید اسمشو گذاشتید جمهوری اسلامی بله ایران، بله 12 روز، نخ 12 روز پنتاگون بود چه عزیز غلطی من. کرد؟ الان پنتاگون که بود عزیز من. روسیه. خب پنتاگون اگر همینه دیگه. شوروی هم شما رفته بود همین بود. شما به عزیز من من پنتاگون اسرائیل همون اگر به هر قطری که شما دولتی دارید در جهان ازش حمله ایراد بکنن. میگیرید، مردمش عزیز من راضیان، اجازه بده مردمش. تو سوال کردی از من پاسخ بدم. دولت اسرائیل و امریکا امروز به هر دولتی حمله بکنن فضای آسمانیشو خواهد گرفت. ممکنه چند تا هواپیماشو بندازن که ما نکردیم این کارو به خاطر اینکه جنگ نشه، اما دولت امریکا بلا فاصله به اسرائیل گفت غلط نکن، زود برگرد برو سر جات، اینجا ایرانه، 90 میلیونه با 7 ملیت پدرت در میارن. 2 ساعت دیگه اگه ادامه پیدا میکرد تلاویو نابود میشد. به خاطر نجات تلاویو پشتونو گذاشتن رفتن. پنتاگون بود، دولت اسرائیل نبود. چه ساده ای عزیز من، پسر آقای خیلی عزیز، ساده ای. اون روزی که اسرائیل به ایران حمله کرد، من 3 روز قبلش مادر بزرگم فوت شده بود، من در اسرائیل بودم. و یه روزی که به ایران حمله شد، تقریبا به فاصله چندین ساعت آسمان اسرائیل پر از موشکهای ایران بود. خب یعنی جنگی که شروع شده بود و هیچ دخالتی آمریکا، شما اگر بخواید اینجوری نگاه بکنید، در جنگی که چه میدونم صدام حسین هم با کویت کرد، چیز بود، 14 تا کشور اومدن با صدام جنگیدن و صدام خیلی قوی بوده. صدام 1 سال کویت دستش بود، تمام کویت رو به چیز کشیده بود، استاندار براش تعریف کرده بود، گفته بود این خاک منه. خب بعد اومدن چندین تا کشور اونجا اومدن، با صدام خیلی قوی بود. آخه این حرفی که شما میزنید، خب ایران الان یه کشوری هستش که آب ندارن مردم بخورن. شما دارید میگید توپ گذاشتن تو سرزمینشان، بعد میاد از قطر ایراد میگیرید. قطر موقعی که اسرائیل اون ساختمون شد، چند تا کشور پشتش بلند شدن، چند نفر بودن. بعد موقعی که اسرائیل به ایران حمله کرد، چند نفر از ایران دفاع کردن؟ همین ایران کی ازش دفاع کرد؟ متحدین خودش ازش دفاع نکردن. من دارم میگم که فدرالیزم سیستم درستی. یکی از معادن بسیار بزرگ مس آمریکا در منطقه هست جنوب کالیفرنیا، نزدیک شهر پالم اسپرینگ، به نام جاشوا تری. یه کالج هم داره اونجا، کاپر مانتن کالج. بلکه درست بغل اون سلسله جباری که بسیار طولانی است، از کالیفرنیا میره تا آریزونا، پر از مسه. این متعلق به فدراله، متعلق نه به استیت، نه به کانتیه، نه به سیتی.
یک قوانین، هر کشوری یه نوع فدرالی یه نوع نیستش که اون مجلس مؤسسان بعد از سرنگونی حکومت جنایت، اون مجلس مؤسسان نوعشو متخصصین، کارشناسای ارشد که ساید در واقع مجلس مؤسسان هست، میاد همه اینا رو بررسی میکنه، یک نوعشو انتخاب میکنه. ممکنه در قانون اساسی هم پیش بینی بکنن، مثلا فرض کنیم برای 10 سال آینده اگر در پروسه عمل به مشکلاتی برخورد شد، اینو دوباره چون میکنن پیش بینی تصحیحشو میکنن. ما اصلا اینجا بحث نوعشو نمی کنیم، ما نیازشو داره مطرح میکنیم نسبت به چه حکومت؟ حکومت مرکزی. خیلی ساده است. آقای دکتر اجازه نمیده حکومت مرکزی در اصلا ما ایران نه، شما اجازه متوجه نمیدهد. نیستید. اصلا شما فرض مسئله رو نمید. ببین ما تو ریاضی، من ریاضی هم خوندم، ما تو ریاضی و اصل داریم، میگن به اصطلاح شکل صحیح طرح مسئله نصف حل مسئله است. ما در یک نظام دموکراتیک فدرال سکولار حداقل میشه این پروژه رو پیاده کرد در ایران، نه مثلا با یک حکومت سلطنت آخوندا، سلطنت شاهی. این که معلومه که نه، اون اصلا میخواد مرکز همه چی میخواد دست خودش باشه. ما فرض برای این گذاشتیم که کنار هم قرار بگیریم، این حکومت ساقط خب کنیم، میشه به یک من بگید نهاد. کی در چه زمانی این حکومت در ایران در طول تاریخ اصلا بوده هیچ کس است؟ تعیین کی پس شما نه اصلا بوده است پایه قبلا ها مثلا رو بگید نمیشناسید. مثلا بگید دوست زمان عزیز، مصدق بوده، زمان مثلا شاه اجازه بوده. بدید، اجازه بدید، شما این پایه ها رو، عزیزان، دوست من، بفهم. برادر من، فرزند من، کی رو یعنی تغییر معادله به مردم و زمانی که قدرت مردم بچربه به قدرت به اصطلاح حکومت. خیلی ساده، همه جای دنیا، مربوط ما نیست. معادله این باید چیزی که بره شما مردم بگید بچرخه. من با کمال میل خواهانشم، خیلی هم دوستش نه دارم. اصلا یعنی بحثی نیست که شما بخواین یا من بخوام نخوام. اون اصلا ببین، شما قاطین از این پله نه، ما راجع به فدرالیسم صحبت میکنیم حرف منم همینه، میگم در فدرالیسم یک در ایران جامعه به هیچ دموکراتیک. عنوان وجود اول فرض نداشته. رو گوش کنید، فرض رو گوش کنید. اگه شما فرض رو گوش نکنید که اصلا نمیتونید وارد بازی بشید. فرض چیه؟ فرض اینه که این اتاق الان راجع به این صحبت داره میکنه که اگر ما بتونیم یک دونه جامعه دموکراتیک داشته باشیم، به جای اینکه یه حکومت مرکزگرا رو جایگزین کنیم مشکلاتمون تداوم داشته باشه، چون حقوق ملیت ها رو ما داریم، چون ایران مانده از تمدن های گوناگونه که تو این جلگه زندگی میکردن. امروز به نام ایران 1600 خورده کیلومتر مربع است، عضو سازمان ملل متحده. حالا داره مبارزه میکنیم سرنگون کنیم. همزمانی که داره مبارزه میکنیم سرنگون کنیم، در اندیشه جایگزینیش هم هست. پیشنهاد این اتاق، فقط این اتاق، اینی که یک نظام فدراتیو بهتر پاسخ میده. داره میگیم دلایلش رو میگیم. پس الان هم این حکومت، مثلا به این حکومت ما این بحث سرنگونی یه پدیده دیگه است. مثلا یه مقوله الان بحثش رو نمی کنیم که شما اول دریافت فرض مثلا دکتر جان دریافت بنیامین نه. ببین آقا عزیز، اشکال کار نه. شما وقتی از اول داره مسیر، من از اتاق امشب نمیدونم چطوری، من از اتاق میفتم بیرون، نمیتونم برگردم، کلی تلاش میکنم برگردم. ببینید ما مسیر بحث اگر درست نه تنظیم باید نکنیم، ایشون در تقصیر درستی میره نداره. میرن دیگه. من دیدم گوش میکردم ایشون بحث این نمیشه، درست میگن، با این حکومت که نمیشه. درست میگن، دقیق میگن. ولی ما فرض مسئله رو باید بذاریم که مثلا ما به این حکومت کار نده، اون فرضمون داره مبارزه میکنیم، جایگزین میکنیم. یکی میگه یه دونه مثلا الان آخونده مثلا عمامه داره ورش داریم، مثلا یکی که نمیدونم مثلا کلا داره بذاریم، کروات داره بذاریم. یکی میگه نه یه سردار بذاریم. ممکنه هیچ کش به درد نمیخوره،
اراده مردم میخوایم. اراده مردم چگونه واقعی میتونه اعمال بشه؟ با یک نظام فدراتیوه. اینو داره میگی. مختصات اون فدراتیو چیه؟ اون باز یه بحث دیگه است، یه ترم دیگه است، نه اینکه اشکال داشته باشه. ولی الان که نمیشه همه رو تو این بحث کن. مثلا ما همین راجع معادله درجه دو جبر داره درس میدیم، معادله درجه دوم رو داره میگیم، تموم شد. یعنی تو مثلث هم داره، مثلا فکر کنید خیلی هم خوب، ولی ما باش مخالفیم، شما با ما مخالفید. ولی اول مواضع روشن بشه. آقای نادر تشریف بردن بالا، فیفزن بفهمید آقای نادر. درود و سلام به همگی شما دوستان عزیز، به دوستانی که بالا هستم و نیم که در پایین گوش دادن. حالا در رابطه با این بعد اول سلام کنم از این آقای بنیامین، یه مدت ناپیدا بود، فکر کنم امروز جشن تولدت هم هست، مبارک باشه. بابا جشن تولدم چیه؟ من اپریل جشن تولدم ماه اردیبهشته. آه، نادر جان درود و درود وقت و بخیر. خیلی سلام، خوشحالم میبینم، خوشحال بدت شدم. کردم. حالا من بیشتر هم صحبت میکنیم. بفهم. والا منم یادت کردم. میکنن اگر کسی بیاد با اینا مخالفت بکنه یعنی همون دیکتاتوریت دیگه. ما باید قناعت کنیم. وقتی حرف از دموکراسی میزنید، حالا سیستم فدرالیسم بهشون شرح میدیم، به مردم میگن آقا این یه نوع سیستم فدرالیسمیه، خب اونا قبول نمیکنن، میگن نه ما اینو قبول نداریم. با تجربه هایی که در گذشته داشتین و این حکومت شاه اومد این بلا رو به سر ما آورد، جمهوری اسلامی اومد این بلا رو به سر ما آورد، خب تا این تبعیض رو ما قبول نداریم، میخواین جدا بشین. خب این دیگه حق خودشونه وقتی به این نتیجه میرسن جدا بشن. چون مثل یه خانواده میمونه، پسر وقتی سنش قانونی میشه از پدرش خداحافظی میکنه، زن خودش میگیره و میره خونش جدا میکنه. یا این یه چیز طبیعیه، یعنی حق تعیین سرنوشت واسه انسان بیش ها از اینکه بیشتر بگی ما یه پاسخ داریم، میگیم برید جدا بشید. بفرمایید. نه آخه برید جدا بشید نیست. یه جوری شما صحبت میکنید انگاری مثلا من آیا عزیز به شما گوش میدادم، شما داری از طرف یه مردم صحبت میکنید، مردم تصمیم میگیرن. الان شاید من میگم به فرض مردم بلوچستان و سیستان و بلوچستان میگن آقا ما جدا نمیشیم، ولی یه دفعه حرف برعکس در میاد. اینو مردم تعیین میکنن، اون مردم میشنن رأی میدن میخوان جدا بشن یا جدا نمیشن. ما نمیتونیم بگی نه باید، یعنی مخالفت نمیکنی چون